بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. برنامه خط گفتگوهایی برای رسیدن به رهیافت‌هایی در مسائل سیاست‌گذاری. خدمت شما بینندگان محترم هستیم و خدمت دو کارشناس گرانقدر. خدمت آقای دکتر علی اکبر دارینی، خیلی خوش آمدید. پژوهشگر در مسئله مطالعات بین الملل و همکار و نویسنده در شبکه الجزیره قطر. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. و خدمت آقای دکتر ساسان کریمی، دانش آموخته فیزیک و فلسفه سیاسی و پژوهشگر مدرس در روابط بین الملل دانشگاه تهران. خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم. همونطور که در عنوان مسئله مطرح شد، بحث در حقیقت سپر نظامی یا بهتر بگم بازدارندگی در حقیقت تسلیحاتی ایران نسبت به تهدیدها و تهاجم هاست. ولی دکتر اگه اجازه بفرمایید با حضرت عالی شروع کنیم. خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم. بالاخره اون چیزی که در اذهان هست و بالاخره مشهور در کشور ما اینه که ما به جهت توان موشکی یا بخشی از توان‌های نظامی پیشرفت خوبی داشتیم. اما یکی از چیزایی که میتونه برای ایران احتمالاً بازدارندگی ایجاد کنه توانمندی ایران در عرصه هسته‌ای هست. این رو شما چجوری تحلیل میکنید و با توجه به که آنچه که در ایران در طی سالیان گذشته به ما در رابطه با این ویژگی بازدارندگی این توانمندی صحبت بفرمایید. سپاسگزارم. جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، سیاست‌های امنیتی دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایه بازدارندگی و دفاع رو به جلو هست. دفاع رو به جلو رو هم میتونیم بازدارندگی نامتقارن تعریف بکنیم. از اونجایی که رقبا و دشمنان ایران از قدرت نظامی بالایی برخوردار هستند و توازن قوا وجود نداره، ایران به دنبال افزایش قدرت بازدارندگیش رفته در این 40 سال. به ویژه پس از حمله امریکا به عراق در سال 1991 که نیروهای عراقی رو از کویت بیرون راندند، احساس خطر برای ایران بیشتر شد. بنابراین ایران در سیاست خارجیش دنبال گسترش و عمق استراتژیک خودش رفت. بر این پایه که متحدین منطقه‌ای برای خودش ایجاد بکنه تا بیرون از مرزهای ملی بتونه به دشمن ضربه بزنه و قدرت بازدارندگی خودش رو بالا ببره. اما همزمان با افزایش قدرت بازدارندگی متعارف که بیشتر بر پایه توان موشکی، پهپادی و همچنین گسترش قدرت دریایی بوده، ایران در زمینه هسته‌ای هم پیشرفت‌های شگرفی به دست آورده در این سالها. اما دکترین جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای ساخت سلاح اتمی نبوده و تا امروز هم هیچ نشانه‌ای مبنی بر این که ایران به سوی ساخت سلاح اتمی گام برداشته وجود نداره. این رو آیه برنز رئیس CIA هم تایید میکنه و اندیشکده ها و پژوهشگران روابط بین الملل هم تایید میکنن که ایران از توانایی ساخت سلاح اتمی برخوردار است، اما هیچ نشانه ای از این که تصمیم سیاسی برای ساخت سلاح اتمی گرفته باشه وجود نداره. بنابراین امروز ایران از توانمندی ساخت سلاح اتمی برخوردار است، به یک قدرت هسته‌ای در آستانه تبدیل شده، اما از این که بخواد به شکل فیزیکی بمب اتمی تولید بکنه تا امروز یک چنین تصمیمی نگرفته و نشانه‌ای هم وجود نداره که چنین تصمیمی رو در آینده نزدیک خواهد گرفت. خیلی ممنونم. آقای دکتر، شما هم از این منظر به ما کمک برسونید که اساساً این بازدارندگی نظامی از جهت توان تسلیحاتی، نزدیک شدن به توان تسلیحاتی، موضوعیت داشته برای جمهوری اسلامی؟ نداشته؟ باید می‌داشته؟ یا اساسا می‌صرفیده که ما بدون در نظر گرفتن این سراغ صنعت
هسته‌ای بریم؟ بسیار خوب. عرض کنم که بازدارندگی به طور کلی یک معنایی است در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل که انعکاسی است از عناصر قدرت. عناصر قدرت در حوزه سیاست خارجی محدود به عنصر نظامی نیست. اقتصاد هست که اینا کلاسیک ها و عناصر مادی هستند. به اصطلاح منافع ارضی و زمینی هست و عناصر معنایی هست. حتی در رئالیست ترین کتاب های مرجع کلاسیک هم که شما نگاه بکنید در روابط بین الملل، عناصر معنایی مثل انسجام ملی، مثل در واقع همکاری های بین المللی، کیفیت دیپلماسی و غیره مد نظر هست در حتی آثار کسانی مثل مورگنتا و غیره. بنابراین اون چیزی که بازدارندگی واقعی رو تولید میکنه در واقع انعکاسی از همه این عناصر قدرت هست. حالا این عناصر محدود به نظامی نیستن همونطوری که گفتم و شما هر کدوم از اینها میتونن در واقع کشوری رو که متخاصم با شماست از عملی که به ضرر منافع ملی شماست باز بدارن. این میشه بازدارندگی. بنابراین شما در هر تصمیمی برای ساختن یک عنصر قدرت نیازمند یک محاسبه هزینه فایده هستید. خب در مورد مسئله هسته‌ای هم همینطوره. یعنی شما باید یک هزینه فایده ای می‌کردید و بکنید که فرض بفرمایید که ساختن تسلیحات هسته‌ای یا رفتن به سمت کوچکتر از اون صنعت هسته‌ای یا توان هسته‌ای، علم هسته‌ای، هر کدوم از اینها به هر حال یک المان قدرت میتونه باشه. ولی چون هزینه‌ای که داره و فایده‌ای که داره رو شما باید مقایسه بکنید مثل هر چیز دیگه‌ای که بتونید در واقع به این تصمیم برسید که میخواد این کار رو انجام بدید یا نه. دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی اساساً بازدارندگی خودش رو بر اساس امور متعارف گذاشته از ابتدا. حتی شما میبینید که در جنگ ایران و عراق هم ما یک محظور و یک ابای کاملی از استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی داشتیم و حتی سلاح‌های متعارف رو هم ما در مناطق مسکونی استفاده نمی‌کردیم، با اینکه این خیلی هم دور از اون امر مرسوم در جنگ‌های میان کشورها نیست، ولی ما این کار رو نمی‌کردیم. بنابراین میشه دونست که یک وجه در واقع مشروعیت امر به اصطلاح دغدغه مشروعیت اون عملی که در حال انجام هستیم هم برای جمهوری اسلامی مهم بوده در عنصر بازدارندگیش. بنابراین همونطوری که مقامات هم همیشه گفتن بازدارندگی هسته‌ای نه نیاز جمهوری اسلامیه نه اولویتش. بنابراین تحلیل اصلی هم که وجود داره در مقامات تصمیم گیر و لایه‌های تصمیم ساز اونطوری که به نظر میاد و مطالعه نشون میده این هستش که به هیچ عنوان این رو رفع خطر نمیدونن، بلکه بیشتر اتفاقا ایجاد خطر میدونن داشتن سلاح هسته‌ای. کما اینکه اصلا اگر اینطور نبود داشتن سلاح هسته‌ای شاید در اون آشوب‌های بعد از فروپاشی بلوک شرق در ابتدای دهه 90 در کشورهای تازه استقلال یافته خیلی رسیدن به سلاح هسته‌ای از طریق خریدنش، بازار سیاهی که تولید شده بوده خیلی آسان‌تر از متحمل شدن 2 دهه مثلا تحریم و غیره بود. خب اون اتفاقی که افتاد در زمینه هسته‌ای واقعیتش این هستش که قدم به قدم اتفاق افتاد. رفتن به سمت دانش هسته‌ای و فناوری هسته‌ای و بعد صنعت هسته‌ای در ایران یک تصمیم بود که در داخل گرفته شد و میدونیم که این یکی از خط قرمزهای جمهوری اسلامی هستش که تصمیم رو در تهران بگیرن در هر موضوعی. و بعد اتفاقاً اون چیزی که باعث پافشاری و به اصطلاح تنش بین ایران و به خصوص بلوک غرب در این زمینه شد، حساسیت بی‌موردی بود که نشون داده شد علیه این موضوع از طرف کشورهای غربی و به هر حال ایران اون چیزی که براش مهم بود این بود که با یک تشر آمریکا یا اروپا یا دیگران تصمیم خودش رو در مورد صنعت هسته‌ای به عقب نره. اون چیزی که به هر حال میشه ازش
به عنوان واقعیت صنعت هسته ایران پیش برد و اسم برد این هستش که ایران در واقع به دنبال این هستش که حرف خودش رو و تصمیم خودش رو که در تهران گرفته اجرایی بکنه. اگر بخوایم بگیم هزینه فایده این چیه، بزرگترین فایدهش نه رادیو دارو نه تولیدات دیگه صنعت هسته‌ای است که امروز خیلی هم میدونیم که تاپ کوالیتیه، همین که باعث افتخاره، ولی بزرگترینش این همین تثبیت این هستش که ما تصمیم سیاست کشورمون رو در داخل ایران میگیریم و در تهران میگیریم و به واسطه تشر کشورهای دیگه هر چقدر هم که اون تشر قوی باشه و هزینه زا باشه الزاما ما به عقب نمیریم بابت اون. ممکنه این تصمیم رو دیگه خودمون نگیریم یه جایی یا راجع به موضوع دیگه ای، ولی این تصمیم بازم خودمون نمیگیریم یا خودمون میگیریم. همونطوری که حالا اینو نقل میکنم از آقای دکتر عراقچی که گفتن تو مذاکرات بهشون گفته بودن آقا شما اصلا این آمریکایی‌ها بهشون گفته بودن شما برای چی میخواین اصلا این موضوع رو، اگر بمب نمیخواین و سلاح نمیخواین خب برق مگه چقدر برای شما میارزه؟ ایشون جواب هوشمندانه‌ای داده بود که خب شما برای چی رفتین ماه؟ یعنی این اگر قرار باشه فقط کاست بنفیت شما یعنی اقتصادی باشه، شما پروژه رفتن به ماه تو یه پروژه کاملا غیر اقتصادی بوده. ولی هویت شما و عنصر تصمیم گیری در داخل یه موضوعیه که موضوع هسته‌ای ما ابتدا شاید این نبوده اصلا دغدغه، ولی به مرور با پافشاری طرف‌های مقابل به این موضوع تبدیل شده و به یک مسئله حاکمیت ملی و مسئله هویتی تبدیل شد. حالا راه‌حل‌های میانه‌ای برای اینکه هم این وجود داشته باشه و هم صنعت وجود داشته باشه و هم فشارها برداشته بشه پیشنهاد شد، عملیاتی شد و به هر حال راه هم به نظر میاد همونه نهایتاً. ولی حتما این که بخوایم این رو به سمت بازدارندگی به معنی داشتن سلاح، نمیدونم تولید سلاح پیش ببریم، سیاست ایران نیست و توجیه هم نداره و این رو از 10 سال پیش هم مشخص هم که عرض کردم و همینطوری که به عنوان کنسل کردن کل ماجرا به واسطه اینکه ما میخوایم گشایش برای اون به وجود بیاد هم باز هم سیاست ایران نیستش. ممنونم. آقای دارینی بزرگوار، ما همونطور که فرمودن بیش از 2 دهه هست که درگیر مسئله انرژی هسته‌ای، اتفاقاتی که در رابطه با تحریم‌ها، بهانه‌هایی که پدید اومده و کارهای متنوعی که در این دوران اتفاق افتاده است. از همون ابتدا آیا این اتفاقات پیش بینی میشد؟ با علم به این ما ورود کردیم. بالاخره بعدم نیست شما در مورد میزان سرمایه‌گذاری که ما توی این فضا انجام دادیم به ما بفرمایید و اینکه آیا از همون ابتدا در حقیقت اهدافی مشخص شده بود که ما می‌خوایم به سمتش بریم یا در طول زمان به قول دکتر کریمی عوض شد و تغییراتی کرد؟ ممکنه توی کشور کسانی دنبال تسلیحات هسته‌ای بودن ولی با تأکید و مداخله از اتاق و فتواشون این رو در حقیقت جلوشو گرفتن. ما از ابتدا چی رو هدف گرفته بودیم و برای این هدفی که گرفتیم چقدر هزینه کردیم و آیا این هدف در طول زمان تغییر کرد؟ بله. اجازه بدید من نخست مخالفت بکنم با آیه دکتر کریمی. به باور من سلاح هسته‌ای بازدارندگی ایجاد میکنه. از زمانی که سلاح هسته‌ای در پایان جنگ جهانی دوم اختراع شد تا امروز بدون تردید بزرگترین و مهمترین ابزاری است برای بازدارندگی که حد اکثر بازدارندگی رو پدید آورده. در این 70 و چند سال هیچ جنگ تمام عیاری میان قدرت‌های اتمی رخ نداده و مهمترین دلیلش بازدارندگی اتمی است. اصلا بازدارندگی اتمی یک راهبرد یا استراتژی برای جلوگیری از جنگه. شما برای که جلوی جنگ رو بگیرید چی کار میکنید؟ شما بازدارندگی در واقع متقاعد کردن رقیب یا دشمن به این هست که اگر علیه من رفتار بکنید یا علیه من وارد جنگ بشید
هزینه‌ها و زیانش خیلی بیشتر از سودشه. بنابراین شما با اقدامات غیر جنگی خودتون اقداماتی رو به عمل میارید که دشمن یا رقیب رو متقاعد میکنید که دست از تهدید و رفتار برداره. سلاح هسته‌ای بازدارندگی کامل یا ultimate deterrence، بازدارندگی نهایی ایجاد میکنه، به این دلیل که شما میتونید رقیب یا دشمن رو تهدید بکنید که اگر شما به من حمله بکنید، من با قدرت هسته‌ای، با کلاهک اتمی به شما پاسخ میدم و چون قدرت ویرانگری سلاح هسته‌ای بسیار بالاست، باعث نابودی هر دو طرف میشه و در محاسبه هزینه فایده هیچ دولت عاقلی حاضر نیست که دست به خودکشی بزنه و خودش رو بخواد نابود بکنه. اما سلاح هسته‌ای زمانی بازدارنده است که شما نیوکلیر تراید یا سگانه هسته‌ای رو داشته باشید، یعنی هم به شکل هوایی، یعنی با هواپیماهای بمب افکن بتونید کلاهک اتمی رو حمل بکنید، هم به شکل با موشک پرتابش بکنید و هم از طریق زیردریایی در اعماق اقیانوس‌ها پنهان بشن تا اگر دشمن حمله‌ای کرد در ضربه نخست، شما همه توانمندید از بین نره. حتی اگر در روی زمین موشک‌های اتمی شما رو زد، شما از زیردریایی اتمیتون یا هواپیمای بمب افکنتون بتونید کلاهک اتمی رو هم بکنید، به مقصد برسونید و پاسخ بدید. بنابراین بازدارندگی قطعی داره. برنامه هسته ایران از آغاز، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، بالا پایین داشته، اما بنیان برنامه هسته ایران بر پایه بازدارندگی هسته‌ای نهفته یا latent nuclear deterrence بوده. به چه معنی؟ در زمان پیش از انقلاب رئیس سازمان انرژی اتمی اون زمان هم اگر مصاحبه‌اش رو دقت بکنید میگن که زمانی که من از شاه پرسیدم که آیا شما قصدتون ساخت سلاح اتمی است، گفتن خیر، اما اگر توازن قدرت به هم بخوره و هند به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، ما هم دلیل نداره که بخوایم نسازیم. پس از انقلاب هم یک دوره‌ای که اصلا قطع فعالیت ها بود، اما از همون دوران جنگ برنامه هسته ایران از سر گرفته شد. در ایران دو دیدگاه وجود داشته، یک دیدگاهی که باید سلاح اتمی رو بسازیم، یک دیدگاهی که دیدگاه غالب بوده، این بوده که خیر به سود ما نیست و به شدت مخالف ساخت سلاح اتمی بودند. در این میان رزم تدبیرگران یا استراتژیست های ایرانی اومدن به یک برآوردی رسیدن که خب ما چه بکنیم که هم قدرت هسته‌ای ما، توان هسته‌ای ما قدرت بازدارندگی داشته باشه، هم فتوای رهبری زیر سوال نره، هم تعهدات ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty رو ما زیر پا نذاریم. بر این مبنا رزم تدبیرگران ایرانی به این باور رسیدن که اگر جمهوری اسلامی ایران توانمندی ساخت سلاح اتمی رو به دست بیاره، یعنی شما تأسیسات بازفراوری پلوتونیوم یا تأسیسات غنیسازی اورانیوم پیشرفته در مقیاس صنعتی ایجاد بکنید و اورانیوم غنی شده در مقیاس صنعتی بتونید تولید بکنید، شما به توانمندی ساخت سلاح اتمی دست پیدا کردید. ولی دیگه شما جلوتر از این نمیرید، سلاح اتمی به شکل فیزیکی نمیسازید، پیمان NPT رو زیر پا نمیذارید، فتوای رهبری رو هم زیر پا نمیذارید. دستیابی به توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای و رسیدن به آستانه هسته‌ای با پیمان NPT سازگاره، با فتوای رهبری سازگاره و ایران با انجام این کار هیچ پیمانی رو نقض نکرده و به باور من راهبرد ایران راهبرد بازدارندگی هسته‌ای نهفته بود. بسیار خوب. یعنی در حقیقت شما می‌فرمایید که ما درست فراز و نشیب داشتیم و مثلا در زمان پهلوی هم حتی امکانش رو رد نکردیم، اما اون چیزی که الان به جنبندی در کشور در حقیقت دست یافتیم این بوده که
بریم تا سطح توانمندی ایجاد که هم خود این توانمندی قابلیت بازدارندگی داره و هم دستاوردهای دیگری که پیش بودیم به دست میاد. یعنی در حقیقت ما اون چیزی که براش هزینه کردیم اساساً بازدارندگی بوده یا اون صنایعی که دکتر ذکر کردن یا یه چیز سومی که همونطور که فرمودن قدرت در حقیقت نمایش استقلال اون هویت ملی، کدومش برای ما پررنگ بود؟ چون ما هزینه، البته شما به هزینه اشاره نکردید ولی خب به نظر هزینه کم انجام ندادیم. نه، هزینه بسیار سنگینی رو در برنامه هسته‌ای ما انجام دادیم. اگر هدف برنامه هسته ایران صرفاً غرور ملی، تولید سوخت برای تولید برق بخواد باشه، باور من یک بخش اندکی از انگیزه های ایران برای برنامه هسته‌ای هست و با هزینه های سنگینی که کردیم هیچ توجیهی نداره. اگر شما وجه بازدارندگی رو از برنامه هسته ایران بگیرید، به هیچ وجه در محاسبه هزینه فایده با هزینه هایی که ایران انجام داده اصلا همخوانی نداره. شما از تهران تا یزد صفحات خورشیدی بخواید نصب بکنید، با 1/10 این هزینه میتونید برق کل ایران و بخشی از خاورمیانه رو هم تامین بکنید. هزینه رو نگفتید چقدر؟ این مرجع ما در یک مورد ما فقط برای نیروگاه اتمی بوشهر بیش از 12 میلیارد دلار هزینه کردیم فقط برای این یک مورد. اما برنامه غنیسازی ایران هیچ آمار دقیقی وجود نداره که ما از آغاز تا حالا چقدر هزینه کردیم. مقامات جمهوری اسلامی هم هیچ آماری ارائه ندادن، ولی خب به شکل متعارف میشه یک برآورد کلان و کلی ارائه داد، چون خرید تجهیزات و قطعات و فناوری غنیسازی اورانیوم، اون هم به دلیل اینکه ایران تحریم هست و به شکل در حقیقت پنهانی از شبکه‌های گوناگون از جمله شبکه عبدالقدیر خان ما به دست آوردیم، هزینه چند 10 میلیارد دلاری میتونه کل پروژه باشه. بنابراین اگر شما بخواید بازدارندگی رو از برنامه هسته ایران بگیرید، به باور من یک پروژه کاملا باخت برای جمهوری اسلامی ایران بوده و هیچ معنی نداره. ممنونم. آقای دکتر، فضای بحث مشخص شده و معلومه ما داریم حول مسئله بازدارندگی به عنوان اون برگ برنده این سرمایه‌گذاری عظیم که حالا اگر چند 10 میلیارد دلاری که آقای دکتر فرمودن رو مثلا حدود 100 میلیارد در نظر بگیریم، کم و بیش حالا مثلا بین 50 تا 100 میلیارد خیلی زیاده به نظر من. 100 میلیارد زیاده، خیلی زیاده. پس داریم گرا میگیریم. مثلا 50 میلیارد شما؟ نه، من حالا آمار که وجود نداره، صرفاً یک برآورد یا تخمین هست، ولی 50 میلیارد هم به باور من زیاد هست. ما 10 تا 20 میلیارد دلار معقول به نظرم میاد، ولی بیشتر از اون رو خیر. بسیار. با این تفاصیل شما الان به تعبیری این رو کفایت این سرمایه‌گذاری می‌بینید؟ آیا واقعاً می‌ارزید این قدرت بازدارندگی که الان آقای دکتر مدعی هستن، یا اساساً این نیست در ذات چیزی که ما بهش رسیدیم؟ آیا این بازدارندگی واقعاً در ذات این توانمندی ما وجود داره؟ اولا من فکر می‌کنم هزینه رو باید خیلی بیشتر از این حرفا در نظر گرفت، چون هزینه مستقیمی که شما سرمایه‌گذاری کردید یه بحثه، ولی بحث عمده هزینه فرصتیه که شما به حال این همه سرمایه‌گذاری هایی که میشده بشه در این 20 سال نشده، این همه خساراتی که ما در مورد تحریم ها پرداختیم شاید چند صد میلیارد دلار باشه. اون موضوعیتش چیز دیگه ایه. ولی واقعش اینه که به هر حال استقلال یه موقعی به قول یه دوستی ما برای نصف اروند 1 میلیون کشته دادیم حدوداً و اون هم خسارت مادی و 8 سال جنگیدیم. بنابراین هویت ملی و استقلال چیزی نیستش که شما بتونید به راحتی تخمین ارزش بزنید. البته برای جنگ تحمیلی ما حدود 240,000 شهید داشتیم. حالا منظور بله مجموعاً عرض کنم که به طور کلی من فکر می‌کنم حالا مخالفتم از این منظر باشه با فرمایشات همکار عزیزمون،
که یه مقدار تصویری که در مورد بازدارندگی هسته‌ای ارائه شد تصویر جنگ سردیه. همونطوری که خودشون هم برگشتن به پایان جنگ دوم بین الملل. ما به قول یه جمله‌ای هست که میگن ما همه سربازان جنگ سردیم، ولی واقعیتش اینه که اون دوران گذشته و بازدارندگی امروز همونطوری که گفتم عناصر جدید قدرت مثل رسانه، همکاری‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی، اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌های متقابل و اینها اتفاقاً خیلی باز می‌دارد دیگران رو از سوء نیت نسبت به کشورهای مختلف. شما الان ترکیه کسی نسبت به خاکش، نسبت به منافعش سوء نیتی داره در دنیا؟ اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، روسا، ایران، نمیدونم همه رقبا و دشمنان و هر کسی که داره، حتی اسرائیل که خصمش هست به لحاظ به حال دینی. درسته که به رسمیت میشناسه ترکیه، ولی به هر حال در منطقه مهمترین مقابلش شاید اسرائیل هست. شما تا اینجا اومدید همین استفاده کنم، الان اگر اوکراین سلاح اتمی داشت روسیه بهش حمله می‌کرد؟ این یه ماجرایی است که فقط اوکراین ماجرای نداشتن سلاح هسته‌ایش نیست که باعث حمله روسیه بهش میشه. از اون برم شما ببینید ترکیه سلاح هسته‌ای نداره، ولی نه تنها کسی بهش حمله نمیکنه، بلکه سرمایه همه کشورها درش درگیره، سرمایه ترکیه در جای دیگه درگیره و ضمناً با اینکه عضو ناتو میره S400 هم میگیره که ما نمیتونیم بگیریم. از روسیه میخوام بگم توازن در اتفاقا ترکیه اوکراین ماجرای ناتو و رفتنش به سمت یکی از بلوک ها و همجواریش با روسیه همزمان باعث قربانی شدن منافعش میشه. یعنی اینکه دو بلوک میبینه جهان رو و میره به سمت غرب در صورتی که در شرق خودش روسیه رو داره، این هلاکت آوره. در مورد ترکیه چرا این سیاست خارجی کار میکنه؟ برای اینکه ترکیه واقفه به اینکه امروز نمیتونه، الزامی نداره خودش رو در مرزهای ناتو با اینکه عضو ناتو محدود بکنه در مرزهای سیاست‌های ناتو. ضمناً با روسیه که همکاری میکنه همیشه چماق تهدید روی سر روسیه قرار داره. بنابراین توازنی که ترکیه میتونه در سیاست خارجیش ایجاد بکنه باعث توسعه منافعش میشه. فارغ از سیاست راهبردی درست فرض کنیم ترکیه یا سیاست راهبردی غلط اوکراین، فارغ از این، اگر اوکراین با همین شرایط، با همون غلطیدن به غرب، با همون قطع رابطه با روسیه، با همین وضعیت اگر تسلیحات اتمی داشت، الان خب میخوام بگم این سوال فرض بر اینه که همون نگاه جنگ سردی رو داریم، میخوایم یک ابزار جنگ سردی رو هم واردش بکنیم که نتونیم در واقع نتونن به اون خاک حمله بکنن. اتفاقایی میفته نمیفته؟ خیلی ساده. الان اگر فرض کنیم اوکراین، نمیدونم واقعا واقعیتش اینه که خیلی الان اسرائیل بمب اتم داره، باعث شده که غزه‌ای‌ها بهش حمله نکنن. 7 اکتبر کردن دیگه، دیدید که یعنی میگن که سلاح هسته‌ای سلاحی است برای شلیک نکردن. واقعیتش اینه که در دنیا یک کاربرد بیشتر نداره سلاح هسته‌ای و اون همونیه که بهش میگن MAD Mutually Assured Destruction، یعنی تخریب کامل متقابل. یعنی در فقط یک بار این اتفاق میفته، اون موقعیه که جهان نابود میشه. بنابراین تا پیش از MAD همچین استفاده یا تهدیدی واقعی نیست، کما اینکه در مورد اسرائیل دیدیم که واقعیت نداشت. نمیتونه این، حالا تهدیدم کردن البته، ولی کاربردی نداره اون تهدید. یعنی روسیه حمله میکرد، اگرم میکرد اوکراین نمیتونست از سلاح هسته‌ایش استفاده کنه، کما اینکه روسیه نمیتونه از سلاح هسته‌ایش استفاده کنه علیه اوکراین. ببینید حتی اون اوایل یک گمان زنی‌ها، تهدیدهای ضمنی غیره هم وجود داشت، ولی واقعیتش اینه که معادلات واقعی بین‌الملل اجازه نمیده که الان اوکراین سلاح هسته‌ای نداره، در جنگ مستقیم هم با روسیه هست، روسیه هم بیشترین تعداد کلاهک هسته‌ای رو داره، ولی حتی یک دونه‌ش هم نمیتونه استفاده کنه علیه اوکراین و با سلاح‌های متعارف علیه هم می‌جنگن. بنابراین اتفاقاً مثالی هم که شما فرمودین، چه اوکراین چه مثالی که من درس کردم در مورد اسرائیل، هر دوتا نشون دهنده اینه که این بازدارندگی رو نداره، چون همه میدونند که شما یک مهره سوخته است و دکمه است برای فشار ندادن. من فکر می‌کنم که اتفاقاً برخلاف فرمایش استاد،
واقعیتش اینه که از ابتدا این ماجرا وجود نداشته که ایران در واقع سیاستش رفتن به سمت آستانه است، چون این ابهام که حالا بهش بعضیا میگن ابهام استراتژیک به نفع ما نیست، به ضرر ماست این ابهام. برای اینکه این همون چیزی که ایران مرتبا سعی میکنه که اتفاقا شفاف سازی بکنه، سیاستش در رابطه با شفاف سازی هست، چه برای آژانس چه برای محیط بین‌المللی. برای اینکه ابهام در موقعیتی که شما در اتحاد با بلوک غرب نیستید، حالا بلوک که نیستن البته، ولی کشورهای غربی نیستید با آمریکا و اروپا که اونا به هر حال مینستریم مدیا و آژانس و سازمان‌های بین‌المللی رو در اختیار دارن تا حد زیادی و ما اتفاقا نسبت به این موضوع اعتراض هم داریم. واقعیتش اینه که وقتی شما در این موقعیت هستید، این ابهام تخمین رو به سمت حد اکثر برای شما میبره و شما در واقع دارید هزینه چیزی رو پرداخت میکنید که نداریدش. یعنی اون چیزی که علیه شما انجام میشه، چه به لحاظ تحریم چه به لحاظ گزارش‌های منفی علیه شما از سازمان بین‌المللی، چه به لحاظ همراه کردن حتی روسیه و چین در صدور قطعنامه‌های شیشگانه علیه شما در مورد موضوع هسته‌ای، چیزی است که در واقع خیلی بیشتر از این نیستش که یک نفر یک کشور خودشو مسلح کرده باشه به سلاح هسته‌ای. به این منظوره که عده‌ای الان در داخلم پرچمدار این هستن که حالا ما این هزینه رو که دادیم حداقل میساختیمش. بنابراین این واقعیتش اینه که ابهام سیاست جمهوری اسلامی نیست، چون جمهوری اسلامی آگاه به اینه که این ابهام به ضررشه و بنابراین سیاست قطعیش اتفاقا نرمالایز کردن صنعت هسته‌ایش و شفافیت. و ایران اتفاقا همیشه آمادگی داشته که حتی همکاری هسته‌ای بکنه با کشور مختلف، با چین، الان در حال حاضر حتی با عربستان سعودی در موارد مثل ایمنی هسته‌ای و غیره. جسته و گریخته آدم میشنوه که ابراز تمایل حتی ایران میکنه که با کشورهای مختلفی که اونا معذوریت ندارن همکاری هسته‌ای بکنه، کما که بعد از برجام در مورد موضوع راکتور عراق این قرار بسته شده بود که با چین و فکر میکنم بریتانیا این همکاری اتفاق بیفته. این ماجرا نشون دهنده اینه که سیاست قطعی جمهوری اسلامی، همونطور که در 14-15 تا گزارش آژانس هم اومد، در واقع شفافیت حد اکثری باشه، نه ابهام حد اکثری. این با یه نکته تناقض لااقل ظاهری داره و اون اینکه بالاخره این همه اصرار غرب برای مذاکره با ایران در رابطه با مسئله هسته‌ایش، اصرار به این که بالاخره این اورانیوم رو برگردونیم یا به خارج از کشور ببریم، راکتورمون رو بتون بریزیم، این در واقع این فرمایش شما با اون خواسته در تعارض به نظر میرسه. بالاخره اگر اینها از این پدیده احساس ترس نداشتن و به قول شما باورشون این بود که این سلاحیه برای شلیک نکردن، برای چی پای مذاکره اومدن و برای اونا هم سربازان جنگ سردن. البته این به معنی نیست که ما فقط سربازان، در تئوریشون اشتباه، در طرف‌های مقابل هم همه گرایش‌ها وجود دارن. یعنی اونها هم تحلیلاشون که درست نیست، کما اینکه شما می‌بینید در یک مقطعی 16 تا نهاد اطلاعاتی آمریکا اذعان می‌کنن که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. یا البته من اصلاح بکنم، ما در راکتورمون بتون نریختیم. این چیزی است که به اصطلاح بارها جواب داده شده توسط سازمان انرژی اتمی و اون حوضچه، اون عکس فتوشاپه. به حال کجا بتون ریختیم؟ توضیح دادن آقای دکتر صالحی بارها که میله هایی که ما داشتیم، محفظه هایی که زاپاسش هم داشتیم و هیچ در واقع عقب رفتی هم برای ما حساب نمی شده. اون حالا موضوعیت نداره. منظورم اینه که واقعش اینه که اون محدودیتی که دنیای غرب، حالا محیط غرب و فقط هم غرب نیست، خود روسیه و چین هم همینطور و دیگران هم همینطور، در کشورهای منطقه هم همینطور علاقه‌مندن داشته باشن، این هستش که کشوری دوباره به سمت کشوری تازه‌ای به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمیره. این به معنی این نیستش که بله الان اگر ترکیه سلاح هسته‌ای داشته باشه برای ما نگران کننده هست، ولی میخوام بگم این واقعیتش اینه که اگرم داشته باشه سلاحی است برای شلیک نکردن، کما که اونا که دارن برای شلیک نکردن. یعنی شما از پایان خب خیلیای دیگه هم
با هم نجنگیدن. دنیای لیبرال هیچ کس با هم دیگه نجنگیدن تا الان، لیبرال دموکراسی‌ها. به دلیل داشتن سلاح هسته‌ای؟ نه. واقعیتش اینه که بازدارندگی‌های مختلفی وجود داره، سرمایه‌های درگیر زیادی وجود داره که اونها از همه چیز بیشتر مانع توسعه جنگ میشن نسبت به همدیگه و بازدارندگی اونها از همه بیشتره. ما ما دو تا جنگ جهانی مفصل بعد داشتیم از جنگ بین‌الملل دوم که سلاح هسته‌ای اومد عرض کنم. حالا می‌خوام داشتیم، پس می‌خوام که اینا نه لیبرال دموکراسی ها دیگه، یعنی اون یه مفهوم لیبرال پیس که داریم، لیبرال دموکراسی ها با هم وارد جنگ نشدن تا الان. از کی؟ مثلا همینه میخوام بگم اگر ما مثلا فرض کنید آلمان و لیبرال دموکراسی نبود که آلمان. نه الان میخوام بگم که مگر اینکه اخیر رو در نظر بگیریم. بله دیگه، خب نه دیگه لیبرال دموکراسی ها دیگه، یعنی موقعی که لیبرال دموکراسی شده. حالا اینکه یه کتاب‌های مختلفی هست و نظریه صلح لیبرالی هست. من حرفتون قطع می‌کنم، یه بار دیگه بچرخین دوباره. بله من فقط یه نکته رو بگم. ببینین اون چیزی که واقعیت داره اینه که رفتن به سمت اون ابهام استراتژیک که بحث شما هست فقط آمریکا یا اسرائیل رو علیه ما نمیشوره، کما اینکه ما در موقعی که حتی به این سمت نرفتیم و صرفاً کیفیت دیپلماسیمون کاهش پیدا کرده بود، تمام شورای امنیت شامل چین و روسیه، منطقه و همه علیه ما شوریده بودن و هر وقت شما به سمت این ابهام برید، کشورهای همراهتون مثل ترکیه، کشورهای رقیبتون مثل عربستان و کشور قطر، نمیدونم امارات، اینا همه علیه شما خواهند بود و اگر شما نمیخواین، یعنی میخواین ابهام رو استفاده کنین و نمیخواین تسلیحات داشته باشین، دیگه یه آش نخورده و دهن سوخته است کاملا. عذر ممنونم، دست من نکنه. آقای دکتر، آقای کریمی میفرمایند که درست سلاح اتمی اون ویژگی‌های در حقیقت تخریبی رو داره، خب رشتهشون فیزیک بوده، خیلی از جزئیات این داستان رو میدونن، ولی با توجه به همین خاصیتش این رو سلاحی برای شلیک نکردن میدونن. از طرفی هم خب ما الان اخیراً بالاخره میبینیم که رژیم صهیونیستی مسلح به تسلیحات هسته‌ای و حتی تهدید هم میکنه. از یه طرف میتونیم این رو شاهد در حقیقت فرضیه آقای دکتر بدونیم که همون اسرائیلی که در حقیقت خبیث‌ترین جنایات رو انجام میده دست به این سلاح نمیبره، هرچند بیان میکنه ولی چون بالاخره نمیتونه افکار عمومی رو قانع کنه سراغ این تسلیحات نمیره. از طرف دیگه میگه مطلبی که نه هنوز معلوم نیست که این اتفاق بیفته یا نیفته و اتفاقا ممکنه همین ادعا و همین حرکت منطقه رو به سمت یک رقابت و مسابقه در حقیقت هسته‌ای پیش ببره. اینو چجوری تحلیل می‌کنید؟ پیش از هر چیز خب من با دیدگاه های دکتر کریمی موافق نیستم در مورد اینکه وقتی صحبت از بازدارندگی میشه سازمان‌های بین‌المللی رو بخوایم مثال بزنیم. همین امروز تا به حال نزدیک به 30,000 زن و کودک فلسطینی کشته شدند. الان سازمان‌های بین‌المللی کجان؟ حقوق بشر کجاست؟ NGO کجان؟ سازمان ملل کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ مسئولیت دولت‌ها کجاست؟ در روابط بین‌الملل اگر شما قدرت نداشته باشید له میشید، زیر پا لهت میکنند. دلیل اصلی این که فلسطینی ها امروز اینگونه هیچ حقی در روابط بین‌الملل ندارند به این دلیل که اصلا روابط بین‌الملل بر پایه حقوق نیست، بر پایه مقررات بین‌المللی هم نیست، بر پایه قدرته. اگر شما قدرت نداشته باشید حق شما پایمال میشه و نمیتونید هم از خودتون دفاع بکنید. مسئله گفتن که خب اسرائیل سلاح اتمی داره، چرا پس جنگ غزه رخ داد و حماس حمله کرد؟ خیلی روشن هست سلاح اتمی رو که شما هر جا که نمیتونید استفاده بکنید. غزه و حماس یک بازیگر غیر دولتی هست در درون سرزمین‌های اشغالی. شما در درون سرزمین‌های اشغالی که اصلا امکان استفاده از سلاح اتمی وجود نداره. اگر اسرائیل بخواد سلاح اتمی استفاده بکنه
بخش زیادی از جمعیت و شهروندان اسرائیلی کشته خواهند شد. سلاح اتمی برای دشمنانی هست که فاصله ای دارن، نه در درون کشور یا نوار غزه که اصلا از نوار غزه شما بمب اتم اگر بخواید، حالا اصلا حتی تاکتیکیش نه استراتژیکش، شما برشبه و شهرهای دیگه هم تحت تاثیر نکردن دیگه نه ولی برای مصر چی؟ برای عراق چی؟ برای سوریه چی؟ برای ایران چی؟ قطعا میتونه استفاده بکنه. چرا استفاده نکرده؟ در هیچ وقت همچین توانی رو نداشته و هیچ وقت مانع توان در واقع متقابل مثلا ایران نشده. مهمترین دلیل این که دیگه دولت‌های عربی دنبال درگیری نظامی با اسرائیل نیستن دقیقاً بازدارندگی هسته‌ای اسرائیل. و اگر شک نکنید که اگر اسرائیل موجودیتش رو در خطر ببینه از سلاح اتمی استفاده خواهد کرد، اما در غزه امکان پذیر نیست استفاده بکنه. در کرانه باختری اصلا مثل این هست که ما بگیم که ایران در قصر شیرین از سلاح اتمی استفاده بکنه. نه خیر، ما بغداد و دورتر از بغداد رو میتونیم استفاده بکنیم، اما تو هرمزگان که نمیتونیم از سلاح اتمی استفاده بکنیم. فرض شما الان خب چرا در رابطه با یمن این کار رو انجام نمیده؟ کی؟ اسرائیل. یمن که صراحتاً میگه من با شما وارد جنگ شدم، عرض کردم اگر مسئله بعد مسافت نه، اگر موجودیتش در خطر ببینه بله میتونه استفاده بکنه. درسته که شما این ابزار سلاح هسته‌ای ابزار بازدارندگی است، ابزار صلح، اما اگر کار به جایی برسه که موجودیت شما در خطر باشه ازش استفاده میکنید. اسرائیل موجودیتش در خطر نیست. با پرتاب موشک هایی که از انصارالله پرتاب میکنه موجودیت اصلا تا به حال چند تا موشک در جنوب اسرائیل فرود اومد و بیشتر درگیر هست با نیروی دریایی امریکا در دریای سرخ. اگر موجودیت اسرائیل به خطر بیفته و اسرائیل ببینه که در حال نابودی هست، قطعاً اون موقع از سلاح اتمی استفاده خواهد کرد. سلاح اتمی ابزاری نیست که شما از خواب بیدار بشید اولین مناقشه، اولین اختلاف با رقیبتون بگید من سلاح اتمی استفاده میکنم. نه خیر، این دیگه سلاح اتمی برای زمانی است که دیگه همه گزینه‌ها رو استفاده کردید و جواب نداده و موجودیت شما در خطر هست و دارید نابود میشید. در اون صورت شما سلاح اتمی رو استفاده خواهید کرد. نکته دیگه این هست که رفتار دولتی که مدام در معرض تهدید و خطره با دولتی که در معرض خطر و تهدید نیست یکی نیست. ترکیه رو مثال زدم. اصلا شما یا باید زیر چتر امنیتی یک قدرتی باشید مانند ترکیه، مانند ژاپن و کره جنوبی، یا خودتون از قدرت بازدارندگی هسته‌ای برخوردار باشید مثل چین و هند و پاکستان و بقیه قدرت‌های اتمی. اگر هیچ کدوم از این دوتا نباشه و کشوری باشید که تجدید نظر طلب هستید و در معرض تهدید هستید، باید هزینه نابودی و حمله رو به جان بخرید و این هزینه بسیار سنگینی هست. خب ترکیه اگر احساس بکنه که موجودیتش در خطر است و نیاز داره به سلاح هسته‌ای، به سوی سلاح هسته‌ای احتمالاً خواهد رفت، ولی ترکیه از زیر چتر امنیتی ناتو هست، نیازی نمیبینه که بخواد سلاح اتمی تولید بکنه. ولی پاکستان این گونه نبود، مدام در معرض تهدیدهای هند هست و اگر بازدارندگی اتمی رو نداشته باشه هند پاکستان رو خواهد بلعید. و مهمترین دلیل تا به حال 4 تا جنگ رخ داده، 3 جنگش هم بر سر کشمیر بوده، اما از زمانی که هند و پاکستان به سلاح اتمی دست پیدا کردن دیگه با هم نجنگیدن. جنگ‌های محدود مرزی یا مناقشات مرزی رخ میده و به دلیل بازدارندگی هسته‌ای مقامات بالاتر سریع وارد میشند و جلوش رو میگیرن تا به برخورد اتمی منجر نشه، بنابراین جلو جنگ رو میگیره. همونجور که در مرز هند و چین هم اگر دیده باشید شما با چوب و چماق به جون هم افتادن.
چون اگر این دو قدرت بخواد درگیری مرزی گسترش پیدا بکنه و به یک جنگ تمام عیار منجر بشه، میتونه به جنگ هسته‌ای منجر بشه و این نابودی هر دو طرف رو در پی خواهد داشت. بنابراین اثبات اینکه سلاح هسته‌ای بازدارنده است کار سختی نیست. و آخرین نکته هم این هست که اگر ابهام در رفتار شما وجود نداشته باشه، قدرت بازدارندگی شما میاد پایین. یعنی شما همیشه اینکه به باور من جمهوری اسلامی زمان توانمندی هستش بالاتر هست که اینکه من سلاح میسازم یا نمیسازم رو در ابهام نگه داره. دلیل شما در روابط بین الملل هیچ چیزی تضمین قطعی وجود نداره. شما نمیتونید بگید که اگر ایران مورد حمله قرار گرفت و موجودیت جمهوری اسلامی ایران در معرض نابودی بود، باز هم من سلاح اتمی نخواهم ساخت. این جز ویرانی و جز خودزنی هیچ چیز دیگری نیست. اما ایران میگه که من تصمیمی برای ساخت سلاح اتمی ندارم، قصد ساختش رو ندارم، اما توانمندی ساختش رو دارم و همین توانمندی ساخت بازدارندگی ایجاد میکنه. در شرایط این شکست میخوره و راهبرد بازدارندگی هسته‌ای نهفته در شروط کامیابی و شکستش شروط مشخصی هست که اگه فرصت باشه من میتونم بهش بپردازم. شما یه پیش‌فرضی رو مطرح کردید و اون این که سلاح اتمی اینطور نیستش که همیشه استفاده بشه و اینطور هم نیستش که هیچ وقت استفاده نشه. فرمایش آقای دکتر این بود که سلاحی برای شلیک نکردن. شما میگید نه، سلاحی برای شلیک کردن، اما در شرایط خاص. یه شرط خاص دارید میفرمایید، میگید که تنها در زمانی که موجودیت اون صاحب تسلیحات زیر سوال بره یا در معرض نابودی قرار بگیره، در حقیقت و موقعیت قرار بگیره، اون موقع استفاده میکنه. دقیقاً. اگر الان امریکا مورد حمله نظامی تمام عیار چین قرار بگیره، آیا از قدرت هسته‌ایش استفاده نخواهد کرد؟ اون موقع دیگه ببینید، تا زمانی که بازدارندگی برقرار باشه هیچ استفاده از سلاح اتمی رخ نخواهد داد. زمانی شما سلاح اتمی رو میتونید استفاده بکنید که بازدارندگی شکست بخوره. با شکست بازدارندگی احتمال استفاده از سلاح اتمی برای کشوری که دارندش هست به شدت بالا میره. یعنی شما با این تفاصیل شما سلاح اتمی رو یک سلاح دفاعی میبینید، نه یک سلاح تهاجمی. درست میگم؟ ابزار صلح هست که از جنگ جلوگیری میکنه. اصلا سلاح اتمی سلاح جلوگیری از جنگ و سلاح صلحه. اما اگر موجودیت یک کشور دارنده در معرض خطر باشه، اون موقع احتمال استفاده ازش بالا میره و میتونه استفاده بکنه. با این تفاصیل سوالی که من از آقای دکتر پرسیدم و اون که اگر اوکراین الان صاحب تسلیحات اتمی بود، روسیه بهش حمله میکرد؟ به احتمال بسیار بسیار زیاد هرگز روسیه دست به یک چنین حماقتی نمیزد، چون که اگر اوکراین از سلاح هسته‌ای برخوردار بود، حمله روسیه به اوکراین باعث میشد که موجودیتش رو در خطر ببینه و زمانی که اوکراین موجودیتش در خطر ببینه از قدرت بازدارندگی هسته‌ای خودش استفاده خواهد کرد و در اون صورت روسیه هم پاسخ اتمی خواهد داد. هم روسیه هم اوکراین هر دو نابود خواهند شد و دولت عاقل و چون دولت‌ها در محاسبه هزینه فایده رفتار میکنن و عقلانی هستن، هیچ کدوم نه روسیه حمله میکرد و نه اوکراین از بمب اتم استفاده میکرد. بنابراین اصلا جنگی رخ نمیداد. اما اگر سلاح اتمی داشته باشه اوکراین و روسیه با وجود این بخواد حمله بکنه، یک حماقتی کرده که هر دو طرف رو نابود خواهد کرد، از جمله خود روسیه رو. الان شما یه پیش‌فرض دیگه هم فرمودید، اون که در دو حال کشورها رو خارج نمی‌بینیم از دو حال. یکی این که یا خودش مجهز به سلاح اتمی یا توانمندی ایجاد یا زیر چتر یک کشور دارنده سلاح اتمی هست. کشور از این دو حال می‌فرمایید که خارج نیست و الا
توی دنیا بلیده میشه. یک حالت سومی هم داره، کشوری که نه زیر چتر امنیتی یک قدرت بزرگ هست و نه توان ساخت سلاح رو داره. اون همواره در معرض تهدید هست و باید هزینه نداشتن قدرت بازدارندگی رو بپردازه و موجودیتش و همواره در معرض خطر هست. اینجا هم باز یه تناقضی به نظر میرسه و اون این که ما خب دوره‌ای بوده که زیر چتر حمایتی کشوری نبودیم، خودمون هم توانمندی هسته‌ای نداشتیم، بلکه اتفاقا علیه ما جنگ بوده. از در واقع کشورهای متعددی هم در این جنگ شرکت داشتن، ولی هیچ وقت با سلاح اتمی تهدید نشدیم. اینو چجوری می‌بینید؟ ما همواره در معرض تهدیدهای اتمی و غیر اتمی بودیم. اگر ایران از بازدارندگی هسته‌ای برخوردار بود، آیا صدام به ایران حمله می‌کرد؟ خیر. هر روز تقریبا اسرائیل و امریکا ایران رو تهدید می‌کنند. همین عراقی که مثال زدید، چرا عراق علیه ایران سلاح اتمی استفاده نکرد؟ چون که سلاح اتمی نداره. خب همونطور که تجهیز شد از طریق فرانسه، از طریق شما آلمان، وقتی که قدرتی اصلا شیمیایی رو از آلمان گرفته، موشک کروز از فرانسه گرفته، صدام سلاح شیمیایی داشت علیه ما هم استفاده کرد. اگر سلاح اتمی می داشت هم به احتمال زیاد استفاده می کرد. اصلا ما 8 روز پس از آغاز جنگ ایران خودش تأسیسات اتمی اوزیراک رو بمباران کرد که 400 کارشناس فرانسوی ترک کردن و عملاً مختل شد و چند ماه بعدش هم اسرائیل به تأسیسات اوزیراک حمله کرد که کلاً نابود شد. بنابراین صدام در پی دستیابی به سلاح اتمی بود و اگر به سلاح اتمی دست پیدا می‌کرد، رفتار صدام نشون میداد که علیه ما میتونست استفاده بکنه و دلیل این که ما 8 روز از جنگ گذشت رفتیم تأسیسات اوزیراک رو بمباران کردیم دقیقاً به خاطر نگرانی از همین بود. بسیار عالی. من یه سوالی از آقای دارینی کردم که دیگه به خاطر طولانی شد، از حضرت دارین پرسم، و اینکه الان توی منطقه ما آیا مسابقه تسلیحاتی افتادیم داخلش؟ آیا ممکنه پنهانی جای دیگه هم مشغول بشن؟ اسرائیل که صراحتاً مطرح کرده و سوال خوبی است. الان هم بالاخره هرچند به قول دکتر دست به سلاح اتمی توی غزه نبرده، ولی خب مطرح کرده، داعش مطرح کرده و خب بالاخره نگرانی پدید میاره. مثلا ترکیه، عراق، سوریه، حتی کشورهای بالاخره کشورهای بلوک شرق، تاجیکستان، قزاقستان، CIS، اینا هم دنبالش هستن یا با فرضیه حضرت علی که سرمایه‌گذاری توی فضا آخرش هم به کار نخواهد اومد در پیش میره؟ بله. ببینید، اولا خدمتتون عرض کنم که حالا من اتفاقا کاملا برمیگردم به این ماجرای منطقه‌ای که فرمودید. منتها پیش از اون بگم تصویری که آقای دارینی از جهان امروز ارائه میدن یک تصویری است که من بیشتر متناسب با قرن 20 میبینم این تصویر رو. یعنی یه تصویری است که همه در حال صرفاً کشاکش تا اونجایی که میتونن کشاکش نظامی با هم هستن تو دنیا. خب اینطوری نیست. جهان امروز جهانی است که یه عالمه همکاری هم توش اتفاق میفته، یه عالمه سرمایه‌گذاری مشترک هم توش اتفاق میفته. جهانی است که نهاده هایی که میفرمایند که جهان اگر شما قدرت نداشته باشید له میشین، درسته، ولی قدرت الزاما قدرت نظامی نیست، فقط مجموع وزنی المان های مختلفی است که اتفاقا به این المان ها متناسب با زمانی که عبور کردیم ازش المان‌های جدیدی اضافه شده، المان‌های وزنی جدیدی اضافه شده، یعنی دارای ضریب، مثل تکنولوژی‌های جدید، مثل رسانه‌های جدید که افکار عمومی رو چیزی غیر قدیم، غیر قرن 20 داره تحت تأثیر قرار میده، مثل کنشگران جدید که افراد مهمی، افراد حتی غیر مهمی، یعنی غیر سلبریتی و صاحبان منافع کنشگری میکنن تو دنیا و مؤثرن که قبلا نبودن. موجودیت‌های چند ملیتی به وجود اومدن، شرکت‌ها و بانک‌های چند ملیتی به وجود اومدن که شما الزاما اینا رو وابسته به یک کشور یا دولت نمی‌بینید و متعهد هم نیستن به هیچ کشور یا دولتی. بانک‌های مرکزی دارن توسط کریپتوکارنسی دور می‌خورن در خیلی از موارد. بنابراین اقتدار دولت‌ها از اون انحصار گذشتهشون داره خارج میشه. نه اینکه بازیگر نیستن دولت‌ها، ولی دولت‌ها در فضای پست پولار امروز محیط بین‌المللی دیگه بازیگران انحصاری نیستن. بنابراین المان‌های قدرت هم المان‌های سنتی نیستن
و الزاما منحصر به المان‌های دولتی نیستن، چه برسد به اینکه تصویری که دادن صرفاً معادلات نظامی بود و رقابت‌های نظامی و هر کسی که از نظر نظامی دست پایین‌تر داشته باشه بلیده میشه. اینکه موضوع سلاح هسته‌ای یک سلاحی است برای صلح، این یک رویکرد رئالیستی سنتی است که نه راجع به سلاح هسته‌ای، کلاً میگن جنگ، صلح مبتنی بر جنگ، صلح از لوله توپ میگذره و از این داستانا. خب اگه اونطوری همه سلاح‌ها برای صلحن، ولی خب با همین سلاح‌ها چقدر آدم تا حالا کشته شده؟ من مخالف سلاح داشتن نیستم به معنی متعارفش. مسئله من اینه که ذهنمون رو از این انحصار خارج کنیم که قدرت یعنی سلاح و هر کسی که سلاح برجسته‌تر داشته باشه قوی‌تره. ببینید ما راجع به تهدید هسته‌ای صحبت نکردیم، ما راجع به بازدارندگی هسته‌ای صحبت کردیم. بازدارندگی یعنی مانع این بشود که کسی به منی که سلاح هسته‌ای دارم حمله بکنه. ولی خب در مورد اسرائیل در غزه نمیتونه استفاده کنه چون نزدیکه، ولی مانع اینم نشد که غزه بهش حمله کنن. مانع این نمیشه که اوکراینیا به روسیه حمله کنن، به نیروهای روس حمله کنن، خودشون دفاع کنن. مانع این نمیشه که یمنی ها به اسرائیل حمله کنن. اینکه حالا اگر اسرائیل موجودیت خودشو که حالا خودش میگه در تهدیده و به همین دلیل من دارم واکنش نامتناسب نشون میدم، ولی اونو دروغ میگه، اگه به اونجا برسه استفاده میکنه، اون یه بحث استفادهشه. ولی اگر شرایط کنونی رو نگاه کنیم، مانع حمله یمنی ها به منافع اسرائیل نشده، حتی مانع حمله یمنی ها به منافع آمریکایی هم نشده. ما اگر پهپاد آمریکایی رو زدیم، اگر ایران عین الاسد رو زده، مگه آمریکا سلاح هسته‌ای نداشته؟ چرا بازدارندگی نداشته اون سلاح هسته‌ای؟ یعنی در واقع باید یه طوری باشه که ایران جرأت عین الاسد زدن نداشته باشه، ولی اینطوری نبود. ایران جرأت پهپاد آمریکایی زدن نداشته باشه، ولی اینطوری نبود. خب یه شرطی آقای دکتر گذاشتن، گفتن اینا هنوز تا در حقیقت تهدید موجودیتشون خیلی فاصله اونو برای استفادهش فرمودن که اگر تهدید موجودیتی، که حالا اونم یه ماجرایی داره که میگم اسرائیل مرتباً بهانه‌اش اینه که ایران منو تهدید به نیستی میکنه دیگه، همه آرگومنت اسرائیل اینه. ولی حالا از اون بگذریم که چون دروغ میگه، ولی واقعیتش اینه که اونو میگن اگر به اونجا برسه استفاده میکنه. من نمیگم استفاده میکنه یا نکنه، اون یه ماجرای دیگه ایه. من میگم مانع تهدیدش نمیشه، مانع این که یعنی باز نمیدارد مرا از حمله به اسرائیل، باز نمیدارد من یمنی را از حمله به مثلا کشتی آمریکایی. ببینین این موضوعیت داره دیگه، چون من یمنی باید بترسم، من حوثی که اگه کشتی آمریکایی رو بزنم اون یه دونه بمب اتم بزنه، ولی نمیترسم. چرا نمیترسم؟ بنابراین اون باز نمیدارد مرا. این پس یه اگر دیگه داریم اضافه میکنیم، بازدارندگی در شرایطی که موجودیت کل کشور و نظام سیاسی و حالا من نمیدونم منظور چیه از بین بره. خب بعدم برمیگردیم به جنگ ایران و عراق. ما در جنگ ایران و عراق در یک جنگ تمام عیار بودیم، ولی سلاح کشتار جمعی هم استفاده نکردیم، سلاح شیمیایی هم استفاده نکردیم. فکر می‌کنم تو اسنادم هست که داشتیم، ولی حالا هسته‌ای اصلا هیچ چیز ما نداشتیم که بخوایم استفاده کنیم یا تهدید کنیم. ولی چرا ما در موقعی که در تهدید بودیم عراق استفاده کرد، شهرهای ما رو زد، این همه موشک زد، سلاح شیمیایی استفاده کرد، ولی ما سلاح شیمیایی استفاده نکردیم، امکانش هم داشتیم. ولی بنابراین گفت این آرگومنت تمام رئالیستی در مورد جمهوری اسلامی ایران اصلا صادق نبوده، لااقل در دهه 60. شما تجربه دارید، اگه بقیه‌اش تحلیل و ادعاست، ولی در دهه 60 که داریم که ما از حد اکثر توانمون حتی در سلاح‌های متعارفمون رو هم در شهرها استفاده نکردیم. من اول بحث عرض کردم. خب این با نگاه رئالیستی باید این رو پاسخ بدیم که یا این کنشگر غیر عقلانیه، یعنی داره یه استفاده که میتونه بکنه رو نمیکنه از امکاناتش، یا اینکه یه آرگومنت فراتر از اون آرگومنت رئالیستی داره ارائه میکنه و بازی میکنه. ببینید من فکر میکنم که این آرگومنت، این نوع استدلال که ما باید ابهام ایجاد کنیم و ابهام رو ترجمه بکنیم به بازدارندگی، این دقیقاً همون چیزیه که طرف‌های مقابل ما در پرونده هسته‌ای شامل اسرائیل و همپیمانانش میخوان تو دنیا القا بکنن که ایران ببینید از 1991 اسرائیل میگه، آقای شارون میگه که فکر میکنم شارون بود،
میگه که ایران در آستانه رسیدن به بمب هسته‌ای. آقا این کاریکاتورایی که آقای نتانیاهو تو سازمان ملل نشون داد که همتون یاد. خب چی داره میگه؟ میگه ایران در آستانه است. بنابراین جمله بعدش این نیستش ترجمهش که پس بترسید از ایران و عقب نشینی کنید. جمله بعدش اینه که فشار رو زیاد کنید، حمله نظامی کنید، بگیرید اونجا پدر ایران درارین. بنابراین جمله بعدش مهمه. بنابراین ما این که بخوایم این ابهامو بهش دامن بزنیم، در واقع آب ریختن به آسیاب طرفی است که اصلا قصدشو نداریم این کارو بکنیم. ممنونم، دستتون نکنه. بحث به جای خوبی رسید. توی برنامه رسمی جمهوری اسلامی، تو برنامه تلویزیونی، جناب مجری از رئیس آژانس انرژی اتمی کشور ما میپرسن که آیا وقتش نرسیده ما رئیس سازمان. بله چی گفتم؟ آژانس گفتم. بله میفهم. رئیس در واقع سازمان انرژی اتمی ما میپرسن که آیا اسلامی الان وقتش نرسیده ما بریم لااقل یه آزمایش اتمی انجام بدیم، یه کاری بکنیم. حالا من فارغ از این در واقع نکته‌ای که ایشون مطرح کردن، ما چقدر فاصله داریم تا یه همچین اتفاقی، توانمندی ارائه یک مانور تسلیحات هسته‌ای، و اگر اون اتفاق بیفته اون موقع نسبت کشورها، مناسبات ما تو فضای بین‌المللی چجوری میشه؟ پیش از اون چند تا نکته رو من روشنگری بکنم. زمانی همکاری رخ میده که شما دغدغه امنیت نداشته باشید. ما در شرق آسیا یا اروپا زندگی نمی کنیم که صحبت از همگرایی اقتصادی بکنیم. چه بخوایم چه نخوایم، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، واقعیات خاورمیانه متفاوت. پس شما بر اساس واقعیت‌های میدانی و روی زمین میتونید تصمیم بگیرید و زمانی که شما دغدغه امنیت دارید، همکاری در مرحله بعدش میتونه رخ بده. امریکا 830 میلیارد دلار بودجه نظامیشه. این نشان از این اولویت داره که و هر سال هم اضافه شده. یعنی کل آمار بودجه نظامی امریکا در نظام هر سال بهش اضافه شده. اندیشکده سیپری سوئد میگه که تولید سلاح‌های هسته‌ای رو به افزایش هست. با یک شیب ملایم جهان به سوی نظامی شدن بیشتر و افزایش قدرت‌های هسته‌ای داره پیش میره. بنابراین واقعیت‌های خاورمیانه متفاوت هست و ما نمیتونیم رؤیا پردازی بکنیم یا خیلی خوشبین باشیم، در صورتی که نباید خوشبین باشیم نه بدبین باشیم، بلکه باید واقع بین باشیم. در درازای تاریخ هر زمان ایران ضعیف بوده، مورد حمله قرار گرفته، خاک از دست داده و ایران کوچک و کوچکتر شده و هر زمان قوی بوده، تونسته از خودش دفاع بکنه و پابرجا بمونه. بنابراین دولتی که قوی نباشه در معرض تهدیدهای بیشتر هست. اگر قوی نباشید، سرنوشت عراق میتونه منتظر شما باشه، میتونید به سرنوشت لیبی دچار بشید. عراق و لیبی سلاح اتمی نداشتن و خیلی آسان مورد حمله قرار گرفتن. کره شمالی سلاح اتمی داره، هیچ قدرت اقتصادی هم نداره، اما مورد حمله نظامی قرار نگرفته. بنابراین قدرت هسته‌ای قطعاً بازدارندگی داره و این اثبات شده هست. اصلا خاورمیانه یک ویژگی داره که هیچ منطقه‌ای در دنیا نداره. نبود توازن قوا به جنگ منجر میشه. خاورمیانه تنها منطقه‌ای هست که تنها یک قدرت اتمی داره و اونم اسرائیله. و دلیل اصلی بی‌ثباتی و جنگ‌ها در خاورمیانه هم دقیقاً همین است. همه نقاط جهان یا 2 تا قدرت اتمی دارن یا بیشتر و این ثبات برقرار میشه چون توازن قوا هست. در خاورمیانه این توازن قوا وجود نداره. اصلا اسرائیل دلیلی نمیبینه که با رقباش وارد مذاکره بشه، دلیلی نمیبینه که اصلا حمله نکنه، به خاطر اینکه اصلا در برابر خودش رو یک قدرت برتری میبینه که طرف مقابل جرأت حمله بهش هم نداره، چون قدرت بازدارندگی بالایی نداره. به همین دلیل هیچ کدوم از کشورهای عربی، حتی سوریه در زمان قدرتش،
به خودشون اجازه نمیدن به اسرائیل حمله بکنن، چون اگر حمله بکنن به نابودی خودشون منجر میشه. میخوام شما که در واقع این روند بحثون داشته باشین، اگر این فرمایش شما درسته، اون نکته که آقای دکتر فرمودن توی فروپاشی شوروی که واقعا این بازار سیاه سلاح اتمی بود و اتفاقا به نظر یکی از کشورهایی که بیشترین در واقع سرقت و یا مثلا در واقع بهره مندی از این فضا پیدا کرد، آمریکا بود تو این بازار بلبشوی در واقع بی‌ثباتی که وجود داشت. اگر واقعا اینقدر مهم بود، چرا ایران اون موقع خودشو به این سلاح بازدارنده در حقیقت مسلح نکرد؟ و خب این سلاحی هم هستش که برای شلیک نشدن یا بازدارنده است، ایران که هرگز نمیخواد این کارو بکنه. این که شما یک سری تجهیزات یا مواد هسته‌ای رو به شکل پنهانی، قاچاق یا از یک شرایط بی‌ثباتی بتونید تهیه بکنید یک چیز، این که توانمندی ساختش رو داشته باشید چیز دیگر، و این که اصلا بسازید چیز کاملا متفاوت است. بنابراین هر کشوری که به دنبال توانمندی ساخت سلاح اتمی باشه، قطعاً وقتی که شوروی فروپاشیده یک فرصت طلایی هست برای دولت‌هایی که دنبال این مسئله هستن که بتونن هر آنچه که میتونن از این شرایط به دست بیارن و به دست هم آوردند. ولی ایران به دست نیاورده. ما نمیتونیم بگیم به دست آورده یا نیاورده، حداقل سند قطعی شاید وجود نداشته باشه، ولی ما این رو میدونیم که ما در فعالیت‌های هسته‌ایمون از روس‌ها کمک‌هایی رو گرفتیم و یکی از دلایلش همون شرایط بی‌ثباتی پس از فروپاشی شوروی بوده. اما خب به طور طبیعی این مسائلی است که دولت‌ها همه چیز رو آشکار بیان نمی کنند و ضرورتی هم نداره که بخوان اعلام بکنند. بر اساس فرضیه شما به دست آوردنش و بیان آشکاراش اتفاقا برای ایران بازدارندگی پدید می آورد؟ زمانی که شما اون توانمندی رسیده باشید. ببینید، چون ایران راهبرد بازدارندگی هسته‌ای نهفته رو دنبال میکنه، یکی از چند تا شرط داره که در شرایطی بازدارندگی هسته‌ای نهفته جلو جنگ تمام عیار رو میگیره. یعنی شما سلاح اتمی ندارید اما باز هم میتونید جلوی جنگ رو بگیرید. این توجه کمی به این شده در روابط بین الملل. اساتید روابط بین الملل، دانشمندان روابط بین الملل نگاهشون این هست که یا باید بازدارندگی اتمی و سلاح اتمی داشته باشید تا بازدارندگی داشته باشه، اگر نداشته باشید توانمندی ساخت سلاح اتمی جلو جنگ رو نمیگیره و بازدارندگی ایجاد نمیکنه. خیر، توانمندی ساخت سلاح اتمی بازدارندگی ایجاد میکنه، جلو جنگ تمام عیار رو میگیره، اما در شرایط ویژه، نه در هر شرایطی. یکی از شرایطش این هست که طرف مقابل، رقیب یا قدرت شما، باید باور بکنه که شما از توانمندی ساخت سلاح اتمی برخوردارید. اگر رقیب بر این باور باشه که شما دارید خالی میبندید، شما توانمندی ندارید، الکی دارید ادعا میکنید، بازدارندگی نهفته شکست میخوره و اون به شما حمله خواهد کرد. اگر رقیب احساس بکنه یا برآوردش این باشه که شما تصمیم گرفتید که حتما سلاح اتمی بسازید، اون موقع بازدارندگی هسته‌ای نهفته شکست خواهد خورد. چرا؟ به این دلیل که اگر اسرائیل احساس بکنه که ایران یک مسابقه گذاشته و تصمیم قطعی گرفته که حتما سلاح اتمی رو بسازه، در اون صورت اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد، چون ترجیح میده پیش از اینکه ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه بهش حمله بکنه، چون پس از آن که دست پیدا کرد دیگه امکان حمله به ایران وجود نداره. بنابراین شما در شرایطی خاص این جلو جنگ رو میگیره، اما اگر شروطش وجود نداشته باشه، بازدارندگی هسته‌ای نهفته شکست خواهد خورد و به جنگ خواهد انجامید. هرچند من احساس میکنم که پیش‌فرض‌هایی که مطرح شده هنوز جای سوال داره. یه بار دیگه سوال مطرح میکنم، هرچند اون سوال اولم که دنیای بعد از رسیدن به این توانمندی برامون مهمه، اون رو هم دوست دارم بشنوم، ولی بازم این سوال تکرار میکنم که فرض این قابلیت وجود داره، در بازار سیاه فروپاشی هم با قیمت خیلی اندک میشه تامین کرد بدون این سرمایه‌گذاری سنگین، یه حجمی از این تسلیحات به ایران منتقل بشه. هر 5 سال 10 سالی هم یک آزمایش اتمی هم برای اینکه باور کنن دیگه ما چی داریم، اینا میتونست، یعنی در واقع توی یه خط خیلی ارزان‌تر و کم هزینه‌تری میشد به تعبیری
این الگو رو پیگیری کرد. ممکنه بگید که نه اون موقع به ذهن دولت مردان نرسیده بود و خب این اتفاق نیفتاد، خب میشه از اینو پذیرفت. ولی خب میخوام بگم که اون فرض‌های شما تو این حالت هم خیلی ارزان‌تر قابل تحقق بود. این سوال دوست داشتم بشنوم، هرچند عرض کردم سوال قبلی که دنیای خب این خیلی ساده انگاشتن موضوع هست. این که تجهیزات مواد از یه جایی بتونید تهیه بکنید، این ممکنه امکان پذیر باشه، امکان پذیر بوده، هست و احتمالاً خواهد بود. بسیار دشوار، بسیار سخت، اما امکان پذیر هست. اما بازدارندگی هسته‌ای که این یک جزء بسیار بسیار کوچیک و پیش پا افتاده‌اش هست. حتی اینجوری بپرسید دو تا از این بمب یه دونش برای اسرائیل کفایت میکنه؟ نه خیر، نه اصلا این ساده نگاه نکنید. آیا ایران امروز توانایی ساخت سلاح اتمی خام داره؟ بله داره. آیا حتی ساخت سلاح اتمی خام crude nuclear weapon مانند سلاح هسته‌ای که امریکا در هیروشیما و ناگازاکی استفاده کرد، آیا این سلاح اگر ایران تولید بکنه بازدارندگی فراهم میکنه؟ خیر، بازدارندگی فراهم نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه امکان استفاده از این، شما با هواپیما بخواید یک چنین بمب بزرگی رو حمل بکنید، دشمن پیش از اینکه شما بخواید استفاده بکنید بر فراز کشور خودتون میزنه، منفجر میکنه و این سلاح حتما علیه خودتون خواهد بود. آخه مسئله هواپیما نیست. ما الان الحمدلله لانچرها و موشکایی داریم که داستان دیگری است. عرض میکنم حالا این سلاح اینا خیلی هم جور در خیر با برنامه موشکی ما در کنار این خرید ارزون اصلا این ساده انگاری به این شکل نمیشه کرد. به نام سلاح اتمی خام بازدارندگی نداره. اگر بخواید بازدارندگی داشته باشید، شما باید این سلاح اتمی رو کوچکش بکنید، در سر جنگی موشک نصب بکنید و با موشک پرتاب بکنید، یعنی کلاهک اتمی بسازید. کلاهک اتمی داستان متفاوتی از ساخت سلاح اتمی خام هست. آیا ایران این توانمندی رو داره؟ آیا میتونه این رو بسازه یا ساخته؟ ما هیچ اطلاعاتی از منابع باز نداریم و به نظر میرسه حداقل دستگاه اطلاعاتی غربی هم میگن ایران این توانایی رو هنوز نداره، یا 1 تا 2 سال زمان میبره که ایران بخواد به یک چنین توانمندی برسه، حتی اگر تصمیمش رو بگیره. و فراتر از اون، کشوری که بخواد سلاح اتمی بسازه از همون آغاز باید تا پایان رو در نظر بگیره که خب در چه شرایطی این بازدارندگی ایجاد میکنه. اگر امروز ایران غنیسازی رو ببره به 90% و مواد هسته‌ای شکافت پذیر کافی برای ساخت سلاح اتمی تولید بکنه، کافی است بازدارندگی ایجاد کرده؟ خیر، احتمال حمله نظامی بالاتر میره و بازدارندگی شکست میخوره. شما زمانی میتونید این کارو بکنید که از توانایی ساخت کلاهک اتمی مطمئن باشید و به 3 شیوه نیوکلیر تراید، یعنی هم حمل با هواپیما، هم با موشک و هم به شکل زیردریایی بتونید استفاده بکنید. و مهمتر از اون، شما نیاز به در حقیقت سامانه کنترل، فرماندهی و ارتباطات امن دارید که با حمله سایبری مورد آسیب قرار نگیره و بتونید ضربه دوم یا second strike capability، توانمندی ضربه دوم داشته باشید. یعنی دشمن به شما حمله میکنه و در ضربه اول یا first strike شما این حمله رو جذب میکنید، همه توانمندی هاتون از بین نمیره و قدرت پاسخگویی هم دارید و در ضربه دوم پاسخ میدید و این جلو جنگ رو میگیره اگر هر دو به سلاح اتمی دست پیدا کرده باشن. بنابراین اگر شما C4I رو نداشته باشید، Command Control Communications Computer Intelligence، ترکیب این سامانه کامل
فرماندهی، کنترل، ارتباطات، اطلاعات، سرویلنس، مراقبت رو نداشته باشید، بازدارندگی هسته‌ای شما معتبر نخواهد بود و توانایی این که بتونه مقاومت بکنه رو نخواهد داشت. در این صورت یک چنین بازدارندگی نه تنها بازدارنده نیست بلکه خطرش بیشتر. خیلی ممنونم. اما دکتر فکر کنم سال آخر باشه که خدمت شما هستیم. فرض کنیم که این توانمندی که آقای دکتر فرمودن فارغ از اون سلاح خام، مجموعه اون قابلیت توانمندی که در حقیقت به کارگیری تسلیحات نظامی و ایجادش رو برای ما فراهم میکنه و به تعبیری به صنعت تسلیحات نظامی ما رو میرسونه. اگه این اتفاق بیفته اون وقت دنیای ایران چه شکلی خواهد؟ ببینید، واقعیتش اینه که به کره شمالی حمله نشده، ولی به خیلی کشور دیگه هم حمله نشده. یعنی الان به امارات هم حمله نشده، به عربستان سعودی هم حمله نشده، کسی جنگ فراگیر باش شروع نکرده، به ترکیه هم حمله نشده. اتفاقا عربستان، امارات و ترکیه هم در همین منطقه ما هستن. یعنی لااقل حالا ترکیه رو اگر شرق اروپا میگیرین، ولی دیگه خاورمیانه بیشترش کشورهای عربی هستند که اتفاقا همشون دارن با همکاری منافعشون رو تضمین میکنن و باز میدارن دیگران رو. این همکاری هم صرفاً با آمریکا و اروپا نیست، با روسیه هم الان عربستان خیلی همکاری میکنه، با چین هم خیلی همکاری میکنه، از ما بیشتر. بنابراین روش‌های متمایزی از همکاری وجود داره که میشه به عنوان بازدارندگی اینا رو پیش برد. اگر واقعش اینه که یه همچین روزی اتفاق میافتاد در فضای ذهنی، میگم چون همچین استراتژی وجود نداره به هیچ عنوان، از فردا نه تنها تمام کشورهای منطقه به رقابت با ما، دشمنی با ما و تحت فشار قرار دادن ما اقدام میکردن، بلکه ما میدونیم که حتی عربستان اینو در اظهارات رسمیش هم، در سیاست رسمیش هم گفته. عربستان اولین کشوری است که قصد میکنه به دستیابی به سلاح هسته‌ای، حتی اگر ایران به ابهام برسه، یعنی فقط در آستانه قرار بگیره، اون به سمت بالا گرد میکنه به سلاح و با روابطی هم که داره با آمریکا و دیگران این رو میتونه پیش ببره، این سیاست رو که دریافت بکنه حتی سلاح هسته‌ای رو. الان هم در پیش شرطایی که بر عادی‌سازی رابطش با اسرائیل گذاشته، یکیش همین ماجرای غنی‌سازی در خاک خود هست در رقابت با ایران، که البته با اون گلد استاندارد و یک سیاست 1-2-3 آمریکا متعارضه و فعلا موضوع بحث بینشون. ولی به هر حال منظور اینه که این بهترین، این ابهام ها بهترین چیزی است که میشه کشورهای مثل عربستان رو بهشون مسلح کرد برای اینکه منافعشون رو علیه در واقع منافع ما پیش ببرند و خودشون رو بیش از اون چیزی که ما براش داریم تلاش میکنیم تقویت بکنن در این زمینه. من نمیدونم اصلا با توجه به سابقه‌ای که در 2 دهه گذشته داشتیم چقدر نهفته بودن ممکنه در صحنه هسته‌ای. یعنی شما این همه سابوتاژ هایی که داشتید، نفوذ هایی که داشتید و غیره، که البته باشون مقابله های زیادی هم میشه و موفق هم هست، ولی به هر حال یادمون باشه که امروز یکی از چیزهای دیگری که در دنیا عوض شده همین در واقع نفوذهایی است که همه کشورها در هم دارن. ما هم در جای دیگه ممکنه داشته باشیم، ولی به هر حال ما هم نمیتونیم یک کپسول بسته‌ای مثل پروژه منهتن رو برای خودمون مفروض بداریم. بنابراین شاید خیلی زودتر از اون که شما فکر میکنید مورد تهدید واقع میشید در صورت همچین موضوع قصدی. فرمودند که ما هر وقت در تاریخ ایران قوی نبوده خاک از دست داده، درسته، ولی هر وقت قوی بوده تونسته از خودش دفاع کنه. نمونه مهمش جنگ 8 ساله است. ایران قوی بوده، خاکم از دست نداده. و قوی به چی بوده؟ به سلاح بوده؟ نه، به انسجام ملی بوده. قوی به اون چیزی بوده که اتفاقاً میبایستی ازش حفاظت کرد. سلاح هم البته مهم بوده، داشتیم هم، اونم بوده، ولی نه اقتصاد ما خیلی بالا بوده،
نه تسلیحات ما خیلی بالا بوده، ولی اون چیزی که خیلی بالا بوده و موجب سورپرایز کردن عراق و همه هم پیمانان مقطعیش در جنگ 8 ساله شد که بلوک شرق و غرب اون موقع همه پای کار عراق مونده بودن. همین انسجامی بود که پایه اصلی قدرت جمهوری اسلامی بود در ابتدای انقلاب. بنابراین اون باید خیلی محافظتش کرد. در مورد رقابت هسته‌ای ما خب فرض کنید که به قول حالا بدترین چیزی که میگن 5 تا سلاح هسته‌ای داشته باشیم، 2 تا داشته باشیم، میگن انقدر مواد داره ایران، نمیدونم محاسبه میکنن تو این گزارش‌ها. این چه رقابتیه با اسرائیل که 200 کلاهک هسته‌ای داره؟ یعنی بازم که ما دست پایین‌تر رو داریم، بازم که بازدارندگی برای ما تولید نمیکنه داشتن تعداد محدودی. نه دیگه برای اون مد نه، برای اون مد کفایت نمیکنه. منظور اینه که الان اگر کفایت میکرد این همه رقابت تسلیحاتی بین تعداد کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و حالا شوروی اون موقع و روسیه امروز به وجود نمیومد. ببینیم واقعیتش اینه که اون چیزی که بیش از هر چیزی ایران رو مثلا امروز رسونده به غنیسازی 60%، نه استفاده داره ولی نه استفاده اونها ضروریه برای ایران و نه ایران واقعا میخواد به سمت استفاده نامتعارف از این موضوعات بره. اینه که ایران برای اینکه بتونه موضوع رو حل بکنه خودش رو نیازمند داشتن اهرم‌های مذاکراتی میدونه و اتفاقا فشاری که از اون طرف اومده باعث شده که ایران اینا رو به عنوان لیوریج برای خودش ایجاد بکنه. حالا غنیسازی 60% یا چیزای 20% و چیزای دیگر. بنابراین واقعیتش اینه که اون توانش رو ایران از نظر تکنیکی میخواد ترجمه بکنه به اهرم مذاکراتی و نه چیزی شبیه سلاح که حالا کوچیک باشه، نمیدونم بخواد خودش رو مسلح بکنه. که اگر مسلح بکنه، برمیگردم به سوال شما، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه اروپا، بلکه چین و روسیه، عربستان و همه به سمت محدود کردن ایران میرن، چه با ابهام، چه با نیت، چه با ساخت سلاح هسته‌ای. من عذر میخوام برای اینکه با فرمایشات شما هم جور بشه، فردا روزی ما همچین توانمندی رو کسب کنیم به اون آستانه برسیم، چین ایران رو به عنوان محل ترانزیت کالاهای خودش، کریدور شرق و غرب، روسیه شمال به جنوب بیشتر میپذیره، کمتر میپذیره؟ شما این در واقع اصلا تأثیری نداره. فرمودند که آمریکا بیشترین حجم بودجه نظامی رو داره. این درسته. چرا؟ برای اینکه آمریکا تلاش میکنه جهان رو امنیتی کنه، جهان رو به سمت اون برتری نسبی خودش پیش ببره و حوزه رقابتش رو در محیط بین‌المللی در اون جایی تعریف بکنه که خودش برتری مطلق داره توش، یعنی حوزه نظامی. بنابراین این فضایی که ما برای خودمون مفروض میکنیم، حالا در سطح تحلیل البته، اتفاقا به خیلی امنیتی شدن بیشتر ایران انجام، کما که امروز بدون اینکه اصلا اون ابهام‌ها وجود داشته باشه، صرفاً به خاطر اون اتهام‌هایی که برای ابهام ایران وجود داره، می‌بینید این فضای امنیتی شده ما رو محروم کرده از این کریدورها. بنابراین هر چقدر امنیتی‌تر، هر چقدر تصویر ما امنیتی‌تر، چون امروز رقابت جهان رقابت تصویر هاست، هر چقدر این تصویر امنیتی‌تر، ما ایزوله‌تر و محروم‌تر از واقعیات روی زمین هستیم به نظرم. و در واقع این اون چیزی هستش که ما به نظر من باید توصیه بکنیم که ازش صرف نظر بکنیم، یعنی آن در واقع داشتن مصرف کردن همه اون چیزی که ما داریم به سود رقبا و دشمنانمون در پیشبرد در واقع منویاتشون به سمت امنیتی کردن هرچه بیشتر فضای ایران و بنابراین معرفی کردنش به عنوان یک تهدید بالقوه و حتی بالفعل. آقای دکتر، ما با آقای دارینی شروع کردیم ولی من برمیگردم از ایشون سوال می‌کنم، اگه برای اینکه عدالت رعایت کرده باشیم، شما اگه نکته و سخن نه، من نکته ندارم، هر سوالی که فرمودید در خدمتتون هستم. ممنون ازتون، دست نکنه. آقای دارینی، به عنوان آخرین سخن اگر فکر می‌کنید که مطلبی جا افتاده و دونستنش برای بینندگان عزیز ما مفیده، استفاده کنید.
من منکر این که انسجام ملی و پشتوانه مردمی مکمل هست و اهمیت داره، منکر این موضوع نیستم، اما هرگز و هیچ وقت جای قدرت نظامی شما رو نمیگیره. امروز مردم اوکراین هر چقدر منسجم باشند در برابر حمله روسیه آسیب پذیریشون بسیار بالاست. 240 میلیون جمعیت پاکستانه. پاکستان کشوری است که اقتصاد ضعیفی داره، با گرفتاری ها و مشکلات بسیار زیاد دست به گریبان هست و یک ملت پاره پاره‌ای که انسجام ملی هم درش نیست، قوم‌های گوناگون و مشکلات داخلی زیادی داره. اما چرا هند به خودش اجازه نمیده که به پاکستان حمله بکنه؟ دلیل اصلیش قدرت بازدارندگی هست. اصلا شما حمله موشکی ایران به عراق و سوریه، پایگاه گروه تروریستی رو که زدیم، و حمله به پایگاه گروه تروریستی جیش العدل در پاکستان، واکنش این دوتا رو بسنجید. عراق در جایگاهی نیست که بخواد واکنش نشون بده، اما پاکستان واکنش نشون بده، چون که ارزش بازدارندگی یک قدرت اتمی زیر سوال میره و اجازه نمیده، حتی اگر انسجام ملی نداشته باش. الان از نگاه مخالفین جمهوری اسلامی ایران پشتوانه مردمیش ضعیف شده و اگر این گونه باشه الان بهترین زمان هست که امریکا به ایران حمله بکنه، چون انسجام ملی و پشتوانه مردمی ضعیف شده به ادعای اونها. اما واقعیت این نیست. بنابراین با وجود این که پشتوانه مردمی، انسجام ملی اهمیت زیادی داره، مکمل هست، اما هرگز جای قدرت نظامی شما رو نمیگیره. و البته وقتی ما صحبت از قدرت میکنیم، منظور من صرفاً قدرت نظامی هم نیست. امروز قدرت در روابط بین الملل، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت تکنولوژیکی، همه اینها رو شامل میشه. اما در مراحل بعد مسائل دیگه بازدارندگی است. به باور من آنچه که از 7 اکتبر به این سو رخ داده یک پند بزرگی است برای همه دولت‌ها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، که اگر قدرت بازدارندگی خودش رو بالا نبره، هزینه سنگینی رو خواهد پرداخت. به باور من یکی از اشتباهات استراتژیکی که نظام جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده در این 40 سال، عضویت در پیمان NPT است. یعنی پیمانی که در زمان پهلوی ما عضو شدیم اما موقت بود. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی ما برای همیشه عضویت رو پذیرفتیم بدون اینکه امتیاز بگیریم. کشوری که دغدغه امنیت داره و در معرض تهدیدهای امنیتی است، هرگز نمیاد عضو این پیمان بشه و یک طرفه امتیاز بده، مگر اینکه بگید بسیار خوب، شما به من فشار میارید که عضو NPT بشم، من این تجهیزات رو میخوام، جنگنده F-35 میخوام، زیردریایی فلان رو میخوام که من احساس امنیت بکنم. اون موقع اگر این امتیازها رو دادید، من عضو NPT هم میخوام بشم. NPT جز خسارت هیچ چیزی نبوده. خب من به زبان امروز در اون زمان میشه F-14 F-16 و قبل ترش میشه تانک چیفتن. به هر حال برای هر دوره دیگه، در هر دوره اگر شما به ابزار دفاعی پیشرفته مجهز نباشید، در معرض خطر هستید. معادلات بین‌المللی که این شکلی نیست. شما برای عضویت در یک معاهده مثل NPT نمیتونید از آمریکا تقاضای جنگنده بکنید. اون یه ماجرای دیگه است. اون به شرکای نظامی خودش میده اونا رو، حتی به بعضی از اونا فقط میده. یعنی شما خیلی اینجوری نیست. یا المان‌های قدرت داشته باشید برای توازن معادلات دیپلماتیکتون در محیط بین‌المللی، وگرنه این که شما بفهمید سود عضویت در NPT برای ما چی بود؟ آخه شما یک نمونه بگید که یک کشوری به بابت عضویت در NPT F-35 گرفته باشه. شما یک کشور بگید که مانند ایران بلند پایه ترین ژنرالش ترور میشه.
نه خب ایران کشوری است متفاوت از بقیه، در معرض تهدیدهای مداوم هست. ولی اون ربطی به NPT که نداره. نه خیر، شما میخواید ببینید رژیم‌های بین المللی به ویژه NPT رژیم‌هایی هستند که بر پایه قدرت تعریف میشن. بله ولی شما نمیتونید مؤلفه قدرت هست. شما نمیتونید ابزاری است برای به نفع آمریکا نمیتونید اینو بگید که آمریکا مسئول پرداخت هزینه‌های NPT. نه خیر، فقط امریکا رو عرض نمی‌کنم، کشورهایی که به شما فشار میارن که به عضویت NPT در بیایید. کشور فشار نمیاره. شما یک سازمان بین‌المللی، یک معاهده است که قرار نگرفتن در اون. کی به شما فشار میاره؟ اگه کشورها فشار نمیارن ندارن میتونستید نرید. ولی این برای شما یک محاسبه هزینه فایده است که شما میخواید خودتون رو نرمالایز کنید تو محیط بین‌المللی یا میخواید به عنوان یک استثناء شناخته بشید. خیر، محمد جواد ظریف از کسانی که در این زمینه نقش بسیار پررنگی داشت در اینکه ایران وادار شد یا پذیرفت که عضو دائم بشه در NPT، استدلالش این بود که اگر ما عضو NPT نشیم یعنی میخوایم به سمت سلاح بریم و به شدت زیر فشار قدرت‌های غربی قرار خواهیم گرفت. این استدلال داخلیه. بله شما حالا ایران عضو دائم NPT شد، آیا بعد از عضویت دیگه مورد تهدید قرار نگرفت؟ آیا بعد از عضویت دیگه زیر فشار قدرت‌های غربی قرار نگرفت؟ بیشتر شد که هم تهدید بیشتر شد، هم علاوه بر تهدید ما هر روز امریکا و اسرائیل ما رو تهدید به حمله نظامی هم کردن، فشار اقتصادی و تحریم هم اعمال کردن. به واسطه عضویت در NPT؟ نه، شما امتیازی دادید که امتیاز نگرفتید. به کی امتیاز دادید؟ به نظام بین الملل. نظام بین الملل که نظام بین الملل بزرگترین و مهمترین بازیگرش امریکا و پس از اون قدرت‌های پس از اون هستند. شما عضویت در NPT رو می‌خواید به امریکا بفروشین؟ من برای کوچکترین امتیازی که میدم و از جیب ملتم خرج میکنم بدون دریافت امتیاز نمیدم. روابط بین الملل بر این پایه هست که امتیاز بده تا امتیاز بدم. امتیاز بدم هیچی نگیرم، این چه رفتار خردمندانه ایه؟ این چیزی که شما میفرمایید تو معادلات دیپلماسی دو جانبه است، ولی روابط چند جانبه و سازمان‌های بین‌المللی چیزی غیر از این تصورشه. یعنی این شما نباید پس برای عضویتتون در سازمان ملل هم از آمریکا یه چیزی بگیرید. اینکه همچین چیزی رو هیچ کس تو محیط بین‌المللی قبول نمی‌کنه. شما در عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات با اون معاهده و سازمان بین‌المللی و یک دیپلماسی چند جانبه که شامل طرف‌های مختلفه سر و کار دارید، نه با یک چیزیش از سنخ دیپلماسی دو جانبه. من عضو سازمان ملل میشم اگر در راستای منافعم ببینم و به سودم بدونم. اگر به سودم نبینم عضو نمیشم. NPT اصلا به سود شما نیست. NPT ابزاری برای خلع سلاح شماست و شما همیشه در معرض که خلع سلاح نه خلع سلاح هم متعارف، هم فقط خلع سلاح هسته‌ای نیستید. شما رقیب شما میخواد نیش شما رو بکشه، شما قدرت دفاعی نداشته باشید. سلاح‌های متعارف نیست. خب بله، NPT میخواد جلو شما رو برای اینکه برای همیشه به این سمت برید و از این توانمندی برخوردار باشید، میخواد جلو شما رو بگیره. کشوری که خود میپذیره، کشوری که چند تا کشور عضو NPT هستن؟ تعداد بسیار زیاد. ما چند کشور داریم که عضو NPT نیستن. بله. بنابراین همه کشورها از نظر شما یک امتیازی از آمریکا گرفتن که عضو NPT شدن یا برخلاف منافع ملیشون عمل کردن؟ کشورهایی که عضو شدن یا به ناچار عضو شدن یا اینکه در راستای منافعشون دیدن، ولی تهدیدی که در برابر ایران وجود داره در برابر اون وجود نداشته که این رو پذیرفته. این اصلا شما اساس بنیان سوال رو برعکسش میکنید. به طور اساسی یک کشور استثناء میدونید که معادلات حاکم برش با همه دنیا فرق میکنه به طور اساسی. یعنی اون چیزی که برای همه دنیا به قول شما تعداد بیش از 90% کشور دنیا یک امر عادی است، برای ما یک امر در واقع یک امر استثنایی است و ما باید بی معادلات باید F35 بگیریم تا عضو NPT بشیم. خب این پذیرفتن این اصلا یعنی همون چیزی که ما می‌خوایم مدت هاست 20 سال می‌خوایم بگیم نه ما یک کشور استثنا نیستیم و می‌خوایم نورمالایز بکنیم. شما بفرمایید مزایایی که ملت ایران از عضویت در NPT دریافت کردن چی بود؟ مزایایی که دیگران دریافت کردن چی بوده که عضو شدن؟ خیلی مزایا. مثلا F35 گرفتن؟
صرفا فقط F-35 نیست. مثلا کشورهای اروپایی زیر چتر امنیتی ناتو هستن، هر کشوری بهشون حمله NPT نیستش که اون بابت عضویت در ناتوه. نه شما دغدغه امنیتی وقتی کم شد دیگه دلیلی نمیبینید که بترسید از عضویت در NPT. وقتی که شما زیر چتر امنیتی امریکا هستید دلیلی نمیبینید. ببینید ژاپن زیر چتر امنیتی امریکاست، اما در عین حال نهفته است، بازدارندگی هسته نهفته داره. یعنی اگر امروز تصمیم بگیره سلاح اتمی بسازه، در کمتر از چند روز مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر برای ساخت سلاح اتمی رو داره و توانایی ساخت رو هم داره. و ژاپن هم کره میگن به محض اینکه امریکا حمایتش رو اندکی کم کرد در برابر کره شمالی، هر دوشون گفتن اگر حمایت امریکا کم بشه ما به سمت ساخت سلاح خواهیم رفت. شما مثل این هست که بپرسید چند تا کشور در دنیا وجود دارن که 4000 تا تحریم علیهشون اعمال شده باشه. ایران کشوری است که نزدیک به 4000 تا تحریم برش اعمال شده. حالا ما شدیم کشور دوم. اول روسیه است، بیش از 5000 تا تحریم داره. حالا اون که این موضوع بعده، ما راجع به NPT داریم صحبت می‌کنیم. من میگم NPT رو عضویت درش این که شما بخواید از آمریکا یا از مثلا حالا هر که روسیه یا از انگلستان بخواید امتیاز درخواست بکنین، اصلا به عرف بین‌المللی نمیخونه. که شما اصلا این ادبیات دیپلماتیک این نیستش که شما در یک عضویت در یک معاهده در یک سازمان بین‌المللی میتونید عضو نشید. یه مزاری داره، میتونید عضو بشید، یه مزاری داره، یه منافعی داره، هزینه داره، فایده داره. بله. این شما محاسبه میکنید. میتونید محاسبه کنید و عضو نشید، ولی نمیتونید درخواست امتیاز بکنید از یک کشوری متولی سازمان بین‌المللی نیست. کشوری متولی یک معاهده نیست که بخواد امتیاز به شما بده. قدرت‌های غربی متولی اصلا ایجاد NPT هستند. ببینید این یه حقه، شما میتونید عضو بشین، میتونید بر اساس پیمان ماده 10 NPT خارج بشید. اونم که زمان میبره البته. نه دفعتاً نیست. 3 ماه شما همین امروز اعلام میکنید، ظرف 3 ماه هم خارج میشید. خب میتونید، پس حتما شما اینو به ضرر خودتون تشخیص ندادین دیگه. خب NPT یک وعده‌هایی به شما داد، یک مزایایی برای شما در نظر گرفت. هیچ کدوم از اون مزایا به ایران داده نشد. خب چرا خارج نشده ایران؟ همه دوران که دست آقای ظریف نبوده، الان دست آقای ظریف نیست. خب دوران آقای احمدی اینجا جایی هست که به باور من یکی از اشتباهات استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران دقیقاً همین هست و ماندن در NPT هم از همین الان هم جز خسارت و ضرر برای منافع ملی و امنیت ملی ایران هیچ نداشته و هر چقدر هم ایران در NPT باقی بماند این خسارت ملی انباشت خواهد شد و بیشتر خواهد شد. ازش اگر منجر به جنگ بشه اون وقت چی؟ خروج از NPT الزاما منجر به جنگ نشه. نه احتمالاً که اگر شما عضو NPT هم باشید احتمال جنگ علیه شما وجود داره. امنیتی سازی شما اگر الان شما خارج بشید از NPT یا وارد نمیپذیرفتید دائمی شدنش یا هر چی، که البته اون ماجرای دیگه‌ای داره در 1995، خروج شما از NPT این استدلال رو قوی میکنه که پس اون فرضیه‌ای که ما راجع به ایران میگفتیم درسته در طرف مقابل شما، اطراف مقابل شما. خیر، این به طور کلی میتونه اینو تقویت بکنه که پس ایران دنبال سلاح هست که میخواد از NPT خارج بشه، بلافاصله به محدود کردن بیشتر ایران و تهدید کردن بیشتر ایران. اما همون جور که این استدلال مثل این هست که ایران غنیسازی اورانیوم داره پس میخواد بمب بسازه، الزاما این نیست. من غنیسازی اورانیوم دارم، میخوام قدرت بازدارندگی بدون ساخت بمب رو افزایش بدم. از NPT هم میتونم بیام بیرون برای اینکه عضویت یا بازگشت به NPT رو با امتیاز میخوام. امتیاز میدم در صورتی که امتیاز بگیرم. بدون امتیاز شما نمیسازید. شما به عنوان ایران نمیسازید. شما یکی از بلندگوها هستید، ولی ادبیات حاکم دست صرفاً آرگومنت ما نیست. بنابراین یک چیزی که محیط بین‌المللی میپذیره و شما رو درش ایزوله میکنه و امنیتی سازی میکنه، به هر حال به نظر من بر معادلات شما چیره میشه. ایران برجام رو هم پذیرفت، همکاری‌های نامحدودی هم انجام داد. عملاً نامحدود. شما چه همکاری، آیا در کره زمین کشوری وجود داره که به اندازه ایران دسترسی داده باشه فراتر از حتی سیفگارد و ادیشنال پروتکل؟ وجود نداره.
به چی دسترسی؟ به هسته‌ایش دسترسی شما داده؟ ایران و برزیل شبیه همان از نظر توانمندی هسته‌ای. برزیل هم میتونه سلاح اتمی بسازه اگر تصمیم بگیره. اما زمانی که بازرسان آژانس میرن برزیل رو ببینن، میان با چادر دستگاه سانتریفیوژ رو میپوشونند و فقط خروجی گاز رو اجازه میدن ببینید، نه اینکه دل روده سانتریفیوژ رو شما باز مهم بکنید. نیست چون قصد ساخت بمب اتم نداره. نه، شما وقتی که اطلاعات ارزشمندت رو در اختیار رقیب یا دشمن قرار میدید، آسیب پذیریتون میره بالا. اطلاعات ارزشمندش ایران البته حفظ کرده، هیچ وقت در مقابل چشم بازرس قرار نداده. در خیلی از موارد هم با خیلی تحفظات زیاد اینا رو خیر برعکس، چون اطلاعات ارزشمند دادیم به رقیب و دشمن، آسیب پذیریمون رفته بالا. چون اطلاعات ارزشمند دادیم، حملات سایبری محقق شد. چون اطلاعات ارزشمند دادیم، ترورهای هسته‌ای انجام شد. ترور که قبل برجام بوده همش. من فقط پس از برجام رو عرض نمی‌کنم. اطلاعات شما می‌فرمایید که همکاری هایی که ما کردیم از دولت‌های خاتمی تا الان، ما در زمان این ترورها و سایبر اتک رو داشتیم که زمان آقای احمدی نژاد بوده، درسته؟ بله. بنابراین زمان آقای خاتمی و آقای ما همه الان هم سایبر اتک داریم. نه، من استاکسنت رو میگم که همیشه اونا که هست. بله، خب قبل از اون ما اطلاعات ارزشمند رو داده بودیم در دولت آقای خاتمی. در دولت آقای خاتمی که اصلا فعالیت هسته‌ای ما 2 سال آخر بود و اصلا مقداری نبود که ما اطلاعات ارزشمند بدیم. ما اطلاعات ارزشمندمون، اگر در مورد استاکسنت میفرمایید که در اصل یک فیلمی به لو رفت که آقای احمدی نژاد رفته بودن بازدید کنن و غیره، زمان آقای خاتمی نبوده. اون موقعی هم که دسترسی هایی هم که میفرمایید که محدود بوده اون موقع. بنابراین اگر سایبر اتک شده از فیلم بوده به نزد دسترسی هایی که دادیم، و اگر هم ترور شده بازم در زمانی بوده که ما تمام کمترین همکاری رو می‌کردیم. دولت خاص که مد نظر نیست. دولت خاتمی، دولت احمدی نژاد، دولت روحانی و دولت رئیسی همشون همکاری کردن و اطلاعات ارزشمند دادن. نه، اطلاعات ارزشمند که اطلاعات طبقه بندی شده است و با تصویب شورای امنیت ملی همه این داره. بسیار خوب. اگر من چند جمله فقط اضافه بکنم. ببینید شما، اطلاعات فنی رو من بخوام بدم، تازه ترین گزارش آژانس میگه که ایران در حال حاضر 5525 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصدهای مختلف داره. حدود 5.5 تن. بله. شما در تئوری برای ساخت یک سلاح اتمی خام 25 کیلوگرم 20 تا 25 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 90% یا بالاتر نیاز دارید. اگر این رو بیایید به 60% تبدیل بکنید، میشه چیزی حدود 40 کیلوگرم. و این رو بیایید به 20% تبدیل بکنید، چیزی بین 200 تا 250 کیلوگرم هست. و عقب‌تر برید بخواید به 3.5 تا 5% تبدیلش بکنید، به 1200 کیلوگرم میرسه. بنابراین شما 1200 کیلوگرم 3.5% داشته باشید، تبدیل میشه به 25 کیلوگرم 93%. این برای ساخت یک سلاح اتمی خام هست. در حال حاضر امروز ایران 121 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% داره. بنابراین در تئوری برای ساخت 3 بمب اتمی کافی است. 712 کیلوگرم هم 20% داره. این هم برای ساخت 3 سلاح اتمی کافی است. و نزدیک به 4700 کیلوگرم هم 3.5% داره. این هم برای ساخت 4 بمب اتمی کافی است. یعنی روی هم رفته شما دست کم 10 سلاح اتمی میتونید با این مواد هسته‌ای تولید بکنید. اما همونجور که عرض کردم، نفس این توانمندی، نفس این داشته‌های استراتژیک قدرت بازدارندگی شما رو میبره بالا و در شرایطی خاص از حمله تمام عیار نظامی جلوگیری میکنه. اما اگر این شرایطی که عرض کردم نداشته باشه، شکست میخوره و بر اساس آنچه که در منابع باز موجود هست، ایران هیچ تصمیمی برای ساخت سلاح اتمی نگرفته و هیچ نشانه‌ای وجود نداره که میخواد به این سمت گام برداره. خیلی ممنونم. پس شما در نهایت طور خط رو با حضور 2 عزیز به اتمام رسوندیم، آقای علی اکبر دارینی و آقای ساسان کریمی. خیلی گفتگوی خوبی بود. انشالله که بهره برده باشید. تا دیداری بعد و برنامه دیگر شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.